به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، اینک ما وارد دهه آخری ماه شریف رمضان شدیم و از خداوند ممنون تمنا دارم که عبادت‌های ما را در این ماه قبول کرده باشد و این دهه آخر را که دهه نجات از آتش دوزخ است برای هر یکی ما واقعا هم دهه بگرداند که در آن از نه تنها آتش دوزخ بلکه از تمام مشکلاتی که امروز جامعه ما را دامنگیر هست نجات یافته باشیم. بخصوص ملت عزیزمان را که امروز در روزهای مبارک ماه شریف رمضان باز هم یک امتحان دیگری را پس سر میکند که اون هم باشد مبارزه با کرونا ویروس است و دعا گوییم که پروردگار این مبارزه و این مشقت و این امتحان ملت تاجیک را آسانتر بگرداند. موضوعی که امروز من برای صحبت با شما انتخاب کردم موضوع عادی نیست، خیلی موضوع دشوار هست، مسئولیتناک هست و طبیعی است که وقتی که رهبر یک تشکیلات سیاسی چنین موضوع را انتخاب میکند و طلب میکند که پرزیدنت کشور از قدرت دور کرده شود، پس معنی آن را دارد که با تمام مسئولیت، با آگاهی کامل و با اندیشه و تحلیل وضعیت این موضوع را انتخاب کرده است. بنابراین همین پیمان ملی تاجیکستان وقتی که به این نتیجه رسید که وقتی آن رسیده است از امامعلی رحمانوف همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان طلب کرده شود که باید به استعفا برود و اگر این طلب مردم را قانع نکرد پس باید که خود ملت در فکر آن باشد که چگونه باید که شخصی را که دیگر صلاحیت پرزیدنت بودن و حق معنوی پرزیدنت بودن را از دست داده است چگونه او را از قدرت باید بیرون کند و اون هم بدون کدام خشونت، بدون کدام جدال و بدون ضرر زیاد به جامعه، به مردم و به ملت. همدیاران گرامی، وقتی که ما میگیم که پرزیدنت باید که از قدرت دور کرده شود باید برایش دلیل داشته باشیم، باید که فکت وجود داشته باشد، چون که امکان ندارد که در یک کشور یک گروه، یک حزب یا حتی مردم هم بدون کدام دلیل و اساس طلب کنند که باید رهبریت کشور از قدرت دور کرده شود. در تجربه جهانی بار اول نیست و ملت‌ها، کشورها این تجربه را دارند که در حالت‌های گوناگون رهبران خود را از قدرت دور کردند و اون هم با دلیل‌ها و به خاطر نجات دولت و ملت از اون ورطه و از اون مشکلاتی که در آن قرار گرفتند. و ما هم برای آنکه این طلب خود را پیشنهاد کنیم هیچگاه نرفتیم سراغ یا دنبال اون دلیل ها و فکت هایی که در این 28-29 سال امامعلی رحمانوف از خودش باقی گذاشت. شخصا من دیگر کاری ندارم با اون که رحمانوف چگونه به سر قدرت آمد. البته به همه معلوم است که رحمانوف چگونه به سر قدرت آمد، با کمکی که با راههای غیر قانونی چگونه قدرتش را حفظ کرد، چگونه سازشنامه صلح را پامال کرد، چگونه پروتکل 32-20 را غیر کنستیتوسیونی و غیر قانونی امضا کرد و عملی نمود که تمام مخالفین خود را، چه مخالفین دینی و غیر دینی دنیوی را هم وارد زندان کرد، کشت، مهاجر کرد و چگونه قدم به قدم خانواده خود را، فرزندان خود را نه تنها به قدرت آورد بلکه تمام مالکیت و دارایی وطن و ملت را در دست یک خانواده قرار داد. این در پیش چشم مردم صورت گرفت. همتون محترم مردم، همدیاران گرامی، از من بهتر و خوبتر میدونید. بنابراین من این فکت ها را و این دلیل ها را در تحلیل خود و در طلب خود همچون اساس استفاده نخواهم کرد، بلکه کافی است که ما و شما همین رفتار 3 ماه اخیر پرزیدنت را همچون پرزیدنت و همچون نفر مسئول اولی کشور تحلیل کنیم، بالای میز بگذاریم. همین برای ما و شما کافی است که به این نتیجه برسیم که پرزیدنت امروزه تاجیکستان نه دیگر صلاحیت یا قدرت و توانمندی مدیریت کشور را دارد و نه حق معنوی دارد. بیاد از خود ماه مارس شروع کنیم. در ماه مارس وقتی که تمام دنیا علیه پاندمی اعلام کرد، سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل متحد و همه کشورهای منطقه اعلام کردند که این ویروس جهانگیر شده است، فراگیر شده است و همه آمادگی دیدند. بغیر از 3 کشور، کره شمالی،
ترکمنستان، تاجیکستان و دیگر 10-15 کشورهایی که جزیره‌ای هستند و نه تنها کرونا ویروس بلکه رفت و آمد با اون کشورها هم امکان ندارد، دشوار هست که امروزها معلوم شد که در اون جاها هم علاقه کرونا ویروس رسیده است. تنها یک پرزیدنت با رقص و بازی و خوشگذرانی مشغول بود، به سلفی گیری مشغول بود و نه تنها خودش خرسندی میکرد بلکه در اوج کرونا ویروس که تمام جهان با آن مبارزه میبرد، همسایه‌های ما کرانتین اعلان کرده بودند، این با یک کبر و غرور، با یک ناپسندی نسبت همسایگان و حتی میشد با یک بی احترامی نسبت مشکلات و درد آنها آمد در یک، نه تنها در یک استادیوم خوجند ده ها هزار انسان را جمع کرد و مبتلا کرد که امروز خوجند یکی از اپی‌سنترهای این کرونا ویروس در تاجیکستان شده است متاسفانه و ما بهترین انسان‌های کشور را از دست داده ایستادیم. بلکه همین گونه چاره‌بینی‌های دیگر را در پایتخت تاجیکستان در دیگر شهر و نواحی‌ها برگزار کردند و خود امام علی رحمانوف را میتوان گفت که سبب پهنشوی ویروس در تاجیکستان نامید. من نمیگم که رحمانوف سبب آوردن ویروس به تاجیکستان است. اگر این حرف را هر کسی بگوید نه تنها نسبت رحمانوف به انصافی کرده است بلکه دروغ هم گفته است، چون ویروس به تاجیکستان مثل که به تمام جهان پهن شد همون طور پهن شد و آمدن ویروس به تاجیکستان مثل کشورهای دیگر همسایه ما است، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و غیره. اما ما رحمانوف را پهن کننده ویروس مینامیم. رحمانوف را به خطر گذاشتن جان ده ها و شاید صدها هزار شهروند تاجیکستان مینامیم. خود همین کافی است که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اگر ما پروکراتوری مستقل می داشتیم کیها علیه پرونده جنایی باز کرده بود، اما ما مراجعت نخواهیم کرد دیگر به پروکرور برای آنکه اون پروکرور مستقل نیست، اون تابع قانون نیست بلکه تابع یک نفر است. خودش هم که به این بیماری گرفتار شد و خداوند شفا بدهد که شنیدیم که رها یافته است، اما تا لحظه که به این گرفتار نشد خودش هم اعتراف نکرد که در تاجیکستان کرونا ویروس هست و شاید اگر برای به چشم مردم خاک پاشیدن یگان پرونده هم باز کند باز شاید نسبت همون وزیر تندرستی خواهد کرد، نسبت چند طبیب و چند مسئول دیگر خواهد کرد. هیچگاه جرأت و جسارت آن را نخواهد داشت که نسبت پهن کننده اساسی ویروس در تاجیکستان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف پرونده جنایی باز کند. بنابر همین ما این را گفتنی نیستیم که باید پروکراتور این کار را کند بلکه خود ملت باید در این مسئله وارد کار شود و کسانی را که باعث تلفات ده ها، صدها و شاید هزارها هموطن ما شدند باید آنها را به جوابگری بکشند. البته دوستان گرامی این نکته را هم فراموش نکنیم که در یکی از صحبت‌ها من گفته بودم که نشود که باز تمام این مسئولیت را به دوش وزیر یا به دوش چند طبیب یا حد اکثر به دوش سروزیر مانند که گویا آنها گناهکار بودند، نه پرزیدنت رحمانوف. اما باید همه ملت بداند که بدون سپارش رحمانوف این جشن‌ها، این چاره‌بینی‌ها برگزار نمی‌شد و این یکی از دلیل‌های ما هست که چرا باید رحمانوف از نه تنها از قدرت برکنار شود بلکه برای این جنایت در نزد ملت، در نزد دولت باید که جواب بگیرد، چون با نابودی بردن جان ده ها هزار انسان و فلج کردن اقتصادیات، فلج کردن روحیه مردم این جنایت اندک نیست و باید که همچون سابوتاژ، همچون خیانت به ملت و دولت باید که مردم به این قضیه مناسبت کنند. دلیل دوم ما این نادیده گرفتن فکر مردم و حتی تحقیر ملت و رد کردن پیشنهادها چه از جانب جامعه شهروندی چه از جانب متخصصین ساحه، متخصصین وطنی و متخصصین خارجی، از جمله پیشنهادهای اپوزیسیا، پیشنهادهای همه این ملت که مردم میخواستند در این شب و روز در اول این مشکلی بیان در پهلوی حکومت قرار بگیرند و یک مدت فراموش کنند اون بحث‌های سیاسی را و همه متحد باشیم در مبارزه علیه کرونا ویروس. اما ببینید هموطنان گرامی چه اتفاق افتاد، چه رخ داد در تاجیکستان.
به جای آنکه ملت متحد شود، به جای آنکه حکومت به سمت ملت حرکت کند، به جای آنکه مردم را، ملت را با تمام قشرهایش در اطراف حکومت و اون ستادی که تشکیل کردن جمع کند، حکومت در همین شب و روز تمام کارها را کرد تا اینکه بین جامعه، بین ملت اختلاف به وجود بیاد، جداگی به وجود بیاد، همون دشمن تراشی و همون خیانت تراشی و خائن تراشی را ادامه داد. در تمام دنیا شما ببینید، حتی در کشورهایی که چندان دموکراتی هم نیستند، ملت ها آمدن اطراف حکومت ها جمع شده ایستادند. در کشورهای دموکراتی مثل اروپا، مثل کشورهای دیگر کود اصلا دیگر جای حرف نیست. اما چرا در اون کشورهای که نیم دموکراتی هم ملت ها آمدن به سمت حکومت و وحدت ملت با وجود آمد، همکاری حکومت ها با مردم، با احزاب، با اپوزیسیا با وجود آمد. نه اینکه اینجا تشبث جامعه شهروندی یا اپوزیسیا یا مردم بود، بلکه پیش از همه خود حکومت تشبث کرد. رهبریت این کشورها تشبث نشان دادند و دل مردم را گرم کردند. زندانی ها را از زندان آزاد کردند در بسیاری از کشورها، حتی در همسایه کشور ما ازبکستان و قرقیزستان هم آمدند برای مردم پاکت های اقتصادی پیشنهاد کردند. برای هر خانواده چقدر کمک از حساب بودجه دولت، چقدر امتیازها برای صاحبکاران دعوت کردند از اپوزیسیا، از تمام جامعه شهروندی که اکنون بیاید متحد باشیم، همدیگر را کمک کنیم، همدیگر را ببخشیم. فقط حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با همون کبر، با همون غرور، نه تنها از خودش به ملت و به مردم، به جامعه، به قشرهای گوناگون مردم هیچ پیشنهاد، هیچ دلگرمی نداد، بلکه تمام پیشنهادهایی که از طرف مردم کرده شد، از طرف اپوزیسیا کرده شد، آنها را نادیده گرفت. و نه تنها نادیده گرفت، بلکه در همین ماه دشوار، در همین شب و روزهایی که ملت باید دنبال مبارزه با کرونا ویروس باشد، همون دشمن تراشی، همون خائن تراشی را ادامه داد. وقتی که ما در اول، خودم یکی از برآمدهای اولم این بود، اگر هموطنان گرامی یاد داشته باشند، گفتم که بیاید وقتی که حکومت ستاد تشکیل کرده است، تمام فکت و آماری که از ستاد بیرون می آید همون را اساس قرار بدهیم. چرا؟ برای آنکه شاید همون خوشبینی دائمی ما بود که من به این فکر بودم تا همین لحظه که هیچ حکومت، حتی حکومت تاجیکستان هم هیچگاه به ضرر خود کار نخواهد کرد، به ضرر ملتش کار نخواهد کرد و هیچ ضرورتی هم ندارد که فکت و آمار را از مردمش پنهان بدارد. باید اعتراف کند و مردم هم بیان هر چیزی که حکومت میگوید همون را قبول کنن، البته با تحلیل، با یک کمتر تحقیق کردن، اما اصولا باید قبول کنن. ما فکر کردیم که حکومت جمهوری تاجیکستان، البته وقتی من حکومت میگم پیش از همه خود رحمانوف رو در نظر دارم، این پیشنهادها و این نیت خیری مردم را، اپوزیسیا را درست درک میکند و این فرصت را استفاده میبرد، چون ملت یک بار دیگر با او فرصت داده ایستاده است. ملت گفته ایستاده است که بله، در این 28 سال دزدی، غارت کردی، جنایت کردی، زندانی کردی، کشتی، این جای خودش، اون حساب و کتاب اون علاهیده است، اما در همین شب و روز دشوار بیا با هم همکاری کنیم. اما رحمانوف با همون کبر و غرور خودش چیکار میکند؟ باز هم میگوید که کسانی که پیشنهاد کرده ایستادن، که اون برای مثال 10 پیشنهادی که ما کردیم، اینها رو میگن این خائن‌های ملت در بیرون نشستند و هدف اینها با پانیک وارد کردن تاجیکستان است. اینها میخواهند بگن که در تاجیکستان ویروس هست، حالا که در تاجیکستان ویروس نیست، نیامده است. پیشوای ملت ما کارهای کرده است که این ویروس وارد تاجیکستان نمیشود، حتی با یک شعار بسیار هم عوام فریبانه، و من نمیترسم از این جمله بگم که تا حد احمقانه، که ما تاجیکان ملت تاجدار هستیم و این ویروس تاجدار وارد تاجیکستان نخواهد شد. مگر از این شعار عوام فریبانه احمقانه می شود که آیا این ویروس تاجیک میشناسد، ازبک میشناسد، دیندار و بیدین میشناسد؟ آیا این ویروس نگاه میکند که تو تاج داری، منصب داری؟ ببینید چقدر منصبداران ما قربانی شده ایستادن، همون کسانی که متاسفانه از اول ما را خائن گفتن، علیه ما مبارزه بردن، گفتن در ما کرونا ویروس نیست، شما تهمت میکنید. امروز خودشان و متاسفانه زن و بچهای خود را در هلاکت و فلاکت گرفتار کردند و قسم شفای یافته ایستادند، قسم دیگر به رحمت خداوند پیوستند. اگر امیدواریم که پروردگار
اونا رو هم در این ماه شریف رمضان شامل رحمت خود کرده باشد. اما اون هم از ظلم و دروغ و شکنجه که بالای مردم کردن و کرده ایستادن، دیگر خداوند خودش دانا و خودش قادر است به همه کار، خودش میداند چیکار کنه. خب پس ببینید، وقتی که ملت را نادیده میگیرد، وقتی که پیشنهادها را نادیده میگیرد، با کبر و غرور، با تحقیر به ملت مناسبت میکند، وقتی که تمام این کمک های بشردوستانه که از امریکا و اروپا و چین و ترکیه و ایران، از تمام جهان، از قزاقستان، ازبکستان، از کشورهایی که خودشان مصیبت زده بودند و رحمانوف رقص و بازی میکرد، وارد تاجیکستان میشد برای مردم تاجیک. امام علی رحمانوف این کمک های بشردوستانه را از نام خودش، از نام زن و بچهش، از نام دامادهایش، خویش و تبارش، از نام محافظینش و فرزندان محافظینش بالای ملت منت بار میکند و در پیشتاق اون ماشین ها می نویسند که تحفه پیشوای ملت با مردم. این تحفه نیست، با گفت یکی از دوستان، این توف کردن است. رساندن کمک، رساندن پول، رساندن لوازمات طبی به بیمارستان ها، به مردم، به هر یک شهروند تاجیکستان، این وظیفه جانیش تو هست. من دیگر شما نمیگم پرزیدنت تاجیکستان. برای این معاش میگیری، برای این ماشین جدا کردن، برای این دهها از پول ملت رزیدنسی و فراغتگاه ساختی، برای این تمام امکانیت ها وجود دارد. بالاترین معاش را حتی از پرزیدنت امریکا هم که تریلیون ها دلار رو در این روز کرونا ویروس برای ملتش خرج کرد، معاشت بالاتر است. باز این کمک هایی که به نام ملت مردم جهان میفرستند، از نام خود یا تحفه و از نام خودت کمک بشردوستانه به ملت خودت میفرستی. دوستان عزیز، پرزیدنت یگان کشور به ملت خودش کمک بشردوستانه نکرده است. کمک بشردوستانه را یک خارجی میکند. امریکایی، چینی، روسی اگر با ما کمک کرد، این میشود کمکی بشردوستانه. وقتی که کمک را از نام پرزیدنت میکنند، پس او خودش را خارجی حساب میکند. پس او جزء ما نیست دیگر، او از ما نیست، او برای ما نیست. او الکی خودش را از ملت جدا کرده است، ملت را جدا میداند از خودش. وگرنه کدام پرزیدنت با هموطن خودش، به شهروندان خودش کمک بشردوستانه کرده است. پس این دلیل دوم است که خود پرزیدنت هم عملا با حرفش، با گفتارش و هم در نظریه و هم عملیه نشان داد که دیگر جز این ملت نیست و پیشنهادهای ملت رو رد کرد، انکار کرد پیشنهادهای اپوزیسیون را. و علاوه بر همه این، در همین شب و روز بسیار هم دشوار چیکار میکند؟ به جای آنکه بیاید پیشنهادها را قبول کند، میرود باز فشار را بالای مردم زیاد میکند. شما اصلا تصور نمیکنید تا کدام درجه یک انسان باید بی انصاف باشد، بی وجدان باشد، جلاد ظالم باشد که در همین شب و روز وقتی که من پیشنهاد میکنم که باید دهگانه که باید این کمک ها به حکومت تاجیکستان شود و یک کمی هم باشد مردم احساس کنند که در این شب روز باید با هم نزدیک باشه، میآید راننده ما رو باز دعوت میکنن، میبرن در روز رمضان تا ساعت 12 شب گرسنه و تشنه نگه میدارن، جیانی مرا، دادر عروسی مرا، و با یک هدف آنها را مجبور میکنن که شما در ویدیو در تلویزیون بیاد علیه فلانی گپ زنید. چقدر گپ زنن اونها، چقدر شکنجه شوند. دیگر هیچ کس نماند. همه اولاد خویش تبار ما تاجیکستان را ترک کرد، در تمام دنیا پراکنده شدن، همه چیز را گرفتید. باز چی میخواهید از این پیرمردها، از این پیرزنها، از این کسانی که خیلی دور هستند؟ یعنی ببینید حتی در همین شب و روز هم به جای آن که بیان پیشنهادها را قبول کنند و بگن که یک فرصتی است از طرف مردم، باز هم با همون کبر و غرور، با همون جلادی و با همون ظالمی خود میروند بالای مردم فشار میارند. و دلیل از همه مهم و از همه قوی‌تر، دوستان عزیز، حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف در همین شب و روز از مسئولیت فرار کرد و هیچ برنامه برای آینده کشور ندارد. اصلا ما نشنیدیم تا این روز که رحمانوف در یک سخنرانیش، در یک برآمدش گفته باشد که ملت عزیز، ما در این حالت قرار داریم، برنامه من این است، من از فردا شروع میکنم به اجرای این کارها، 1 2 3 4، شما مردم به این کارها مشغول باشه. ما هم برای شما پیش بینی کردیم از بودجه کشور اینقدر مبلغ،
اینقدر امتیاز برای از حساب انداز، اینقدر امتیاز به صاحبکاران، اینقدر امتیاز برای کسانی که کار رو از دست دادن، خانه نشین شدن، برای دکترخانه ها، برای طبیبان چی امتیاز پیشنهاد میکنند؟ چه برنامه دارد اصلا برای 1 ماه، برای 2 ماه، برای 3 ماه؟ رژیم رحمانوف غیب زده است، وجود ندارد. 1 مرتبه 2 مرتبه فقط برای آن که بگوید که اپوزیسیا دروغ میگوید که او شایعه نشده است، تبریک میکند، یگان سیر و گشت میکند، اما برای ملت، برای کشور هیچ برنامه‌ای ندارد. پس معنی آن را دارد که پرزیدنت امروزه جمهوری تاجیکستان کارناشایم هست و نه تنها حق معنوی ندارد، حتی دیگر قدرت فکری، قدرت ذهنی و جسمانی اداره دولت را هم از دست داده است. شاید بعد از این صحبت من باز بیاد در نزد میکروفون یا در یگان عکس یگان جای خود را به نمایش بگذارد، اما این وضعیت را هیچگاه تغییر نخواهد داد. چرا؟ برای آنکه اگر برنامه می داشت تا امروز این برنامه را برای مردم معرفی میکرد. ما اپوزیسیا برنامه داشتیم، برایش برنامه پیشنهاد کردیم، جامعه شهروندی برنامه پیشنهاد کرد، در شبکه‌ها کارشناسان برنامه پیشنهاد کرده ایستادند و میگویند چی باید کرد. یگانه کسی که در تاجیکستان امروز برنامه ندارد و بدون برنامه پیش رفته ایستاده است، این پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان است. حتی من در یکی از برآمدهای خود گفتم که وقتی که خودت قدرت نداری، کارناشایم شدی، رئیس ستاد هست. من در اول گفته بودم که خودت بیا رئیس ستاد شو، مسئولیت رو مثل همه پرزیدنت های دنیا به دوش بگیر، اما رفتی فرار کردی و غیب زدی، سروزی رو رئیس ستاد موندی. خیلی خوب، پس مسئولیت بیشتر با او بده، پس بلاک اقتصادی را به سروزیر بده تا اینکه بتواند این بحران را مدیریت کند، کشور را از این ورطه نجات بدهد. اما نه تنها به سروزیر هیچ صلاحیت دیگر نداد. من اصلا در این 10 روز اخیر بعد از اون برآمد خودم سروزیر رو دیگر نمیبینم، اصلا هیچ خبری از ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس رو نمیشنویم. چیکار کرده ایستاده است؟ مگر این کمک های بشردوستانه که از خارج می آید باید در اختیار این ستاد نباشد که ستاد اونها را به مردم تقسیم کند طبق صلاحیت خودش؟ مگر بودجه کشور امروز در اختیار ستاد باید نباشد که ستاد بهتر میداند که کجا آسیب پذیر است، در کجا نیاز بیشتر هست؟ ولی این همه رو، حتی کمک های بشردوستانه رو آورده در دست خانواده خودش محدود کرده است. سروزیر معلوم نیست که در کجا هست، دیگر در تلویزیون هم پیدا نمی شود. پس معلوم می شود که نه تنها پیشنهادهای ما رو نمیگیرند، خودشون برنامه ندارند، پیشنهاد ندارند، بلکه میآیند باز برعکس پیشنهادهای ملت و مردم رفتار میکنند. بنابراین همین حتی من دیگر در فکر آن هستم که دیگر پیشنهاد نکنیم که به سروزیر واردی کار شود، یگان حادثه بالای سر اون نیارند، چون بالاخره این جناب پرزیدنت تجربه نشان داد که هر کسی کمتر در بین ملت آبرو پیدا میکند، کار نشان میدهد، فرق ندارد او بیزنسمن است، تاجر هست، او سیاستمدار است، منصبدار است، حتی اگر آوازخوان و ورزشگر هم باشد، شما میبینید که رحمانوف رو میشکند، از بین میبرد. در تاجیکستان باید 1 نفر باشد، درباره 1 نفر گپ بزنند، مردم 1 نفر رو دوست بدارد، احترام کند و هر کاری میشد از نام 1 نفر شود. این است که ملت رو به این حال رسوند و خودش الان که در بونکر یا در یگان فراغتگاه پنهان شده است، سیستم دولتی فلج شده است، دیگر هیچ کس کار نمیکند، مردم نمیدونند به کجا مراجعت کنند. مردم خراسان امروز دست به تظاهرات زده است و خوشا به حالشان، به این مردم جسور. اما ملتی که دیگر میداند که این حکومت میتواند از عذاب و شکنجه استفاده کند، میتواند زندانی کند، دیگر کار به استخوانش رسید، دیگر به کی مراجعت کند؟ پرزیدنت پنهان شده است، رئیس ستاد یا سروزیر غیب زده است، ناکاره است، یگان صلاحیت ندارد، وزیرها همه از دستشون دیگر هیچ چیز نمی آیند، رئیسان شهر و ولایت ها با تقسیم کمک بشردوستانه ای که از خارج آمده است به همون مشغول است. گویا که تمام سیستم دولتی، حکومت یک وظیفه داشته باشد، قبول کردن کمک بشردوستانه خارجی و تقسیم آن به مردم از نام خودش. نه دوستانی عزیز، نگاه کنید به تمام کتاب ها، سرچشمه ها، به تجربه دیگر کشورها، پرزیدنت ها، وزیرها، رئیسان شهر و ولایت ها دیگر مسئولیت دارند. شما غلط فهمیدید، اشتباه فهمیدید.
همین است که ما میگیم که هر چیز زودتر برای نجات این دولت ملت باید که به استعفا بروید. خب دوستان گرامی، پس این سه دلیل کافی هست که ما درک کنیم، بفهمیم که تاجیکستان ما دیگر در یک حالت، حالا این را با اصطلاح یا چیکار بگیم، افتاپیلوت هست. من همین عباره را شاید که یک 5-10 سال پیش استفاده بردم. همون وقت من گفته بودم که تاجیکستان ما الکی وارد مرحله شد که مثل افتاپیلوت رفته ایستاده است. لیاچک یا خواب است یا مست است، کشور به حالت خود رفته ایستاده است، معلوم نیست که به کجا می رود و هیچ کسی نیست که این هواپیمای در حالت توربولنس را به زمین بشیناند. اون وقت بسیارا گفتن که چون من اپوزیسیون هستم و حکومت بالای من فشار آورده ایستاده است، مالکیت ما را گرفته ایستاده است، بچهای ما را زندانی کرده ایستاده است، گفتن که خب این پرابلم خودش است، این همچنین اپوزیسیون گفته ایستاده است. امروز بعد از 5-6 سال معلوم شد که واقعا هم کشور ما در این مدت در یک حالت افتاپیلوت بوده است. پرزیدنت مشغول است به رقص و بازی خودش، به همون معیشت گذرانی خودش، ملت به حال خودش پرتافته شده است. امروز می‌بینیم که ده ها و شاید صدها هزار مهاجر تاجیک در روسیه به صاحب در جنگل‌ها زندگی کرده ایستادند. این نتیجه آن است که کشور ما، دولت ما و سیستم دولت ما در حالت افتاپیلوت رفته ایستاده است. پرزیدنت در فکر اینها نیست، معلوم نیست که با چی کار مشغول است. مردم، جامعه مجبور شد که خودش بیاد تشبث رو به دست بگیرد. امروز ببینید جامعه شهروندی تاجیکستان که همه میگفتند که ضعیف است، رحمانوف توانست رو از بین ببرد، بشکند، از نو یک بار دیگر صدا بلند کرد، خودش را زنده کرد و من دست یکایک آنها رو میفشورم. در سوق، در بدخشان، در دوشنبه، در حصار، در تمام دنیا، حتی در روسیه هم جامعه شهروندی خودی مهاجران آمدن و الکی به خود را خود اداره گذاشتند، خود را اداره کرده ایستادند، مدیریت کرده ایستادند. دیگر منتظر نیستند که رحمانوف هواپیما بفرستد. تاجیکستان یگانه کشوری هست که برنامه برای برگرداندن شهروندان خودش ندارد. قرقیزستان همسایه ما الکی معین کرد که کی چقدر شهروندش را از خارج برمیگرداند. فکر نمیکند که اینها کسل هستند، بیماری دارند. اگر بیمار هستند میارد، کرانتین میکند، طبابت میکند. تاجیکستان و پرزیدنت امامعلی رحمانوف یگانه پرزیدنتی هست و ما یگانه کشوری هستیم که در را برای فرزندان خودش، برای فرزندان این وطن بستیم. حتی هواپیمایی که از ترکیه رفت برای آوردن شهروندان ترکیه و فرستادن کمک‌های بشردوستانه، حکومت جمهوری تاجیکستان ممنوع کرد که شهروندان تاجیک از ترکیه به تاجیکستان به نزد زن و فرزند خود برگردند. پس ببینید وقتی که جامعه شهروندی، ملت خودش شروع میکند به خودش را سامان دادن و به ترتیب در آوردن، دیگر در فکر حکومت نیست. حکومت جمهوری تاجیکستان امروز وقتی که اعلان کرد که یک فوند خیریه گشاد، من خبرها را دیدم، یک چیز نزدیکی شاید 1.5 میلیون دلار جمع شده باشد در فوند خیریه که حکومت اعلان کرد. شاید در این شب و روز الکی به 1.2 میلیون رسیده باشد. اما ملت خودش، جامعه شهروندی، سازمان‌های مردمی ده ها و شاید صدها برابر بیشتر به مردم کمک رساندند. 10 برابر، 100 برابر بیشتر از حکومت. برای چی؟ برای چی مردم این مبلغ‌هایشون رو به فوند خیریه حکومتی نمیفرستند؟ برای اینکه دیگر اعتماد ندارند، باور ندارند. میدونند که این پول‌ها دزدیده می‌شود، استفاده نمی‌شود، به اون ادرسی لازمی نمی‌رسد. من دیروز خواندم در یک خبر که تا هنوز این پول‌هایی که در صورت حساب مخصوص وارد شدن خرج نشدن. شما این رو کی خرج میکنید؟ با کی خرج میکنید؟ ملت مرده ایستاده است، مردم داد وای کرده ایستادن، در خارج در داخل. شما کی خرج کردنی هستید؟ بنابر همین ملت عزیز، مردم شریف، دیگر برای ما و شما باید یک نکته واضح و روشن باشد. ما باید برگردیم به خودمون، به قدرت و توانمندی خودمون باور کنیم، اعتماد کنیم، احساس کنیم که اکنون ما ملت شده ایستادیم. ما دیگر نیاز به پیشوا نداریم. ما دیگر نیاز به یک نفر، ما توده نیستیم که ما را یک پیشوا مدیریت کنه. الکی دیدیم که پیشوا کی هست و چی صلاحیت دارد. پس بیاید دیگر اون اشتباه ها رو تکرار نکنیم. بیاید تشبث رو به دست خود بگیریم و همگان طلب کنیم که باید که از قدرت دور کرده شود. اگر به استعفا برود باز بهتر، اگر به استعفا نمی رود پس
ملت، تمام ملت، چه در داخل بوده ها چه در خارج بوده ها، چه اپوزیسیا چه کسانی که در رده های میانه و دوم حکومت کار میکنید. من اون رده اول رو که در جنایت های رحمانوف دیگر غوطیدن شریک شدن، اونها رو دیگر به اعتبار نمیگیرم. اون چند نفره که خودتون نامهاشون رو میدونید. اما نفران دوم، نفران سوم، اینا فرزندان این ملت هستند. اینا همون گنرال های هستند که ملت اونها رو تربیت کرد. اینا طبیبانی هستند که ملت آنها را تربیت کرد. اینها متخصصان خوب هستند. این همه مهاجرین در خارج بوده که الکی لیدرهای خود را پیدا کرده ایستادند. در اروپا، در هجرت بودگان، جامعه شهروندی، من همگان را دعوت میکنم، از همگان خواهش میکنم که دیگر اون کبر و غروری که دارند یا داریم، اگر من نمیخوام دیگر دارند بگیم، متاسفانه این یکی از ویژگی های تمام سیاستمداران تاجیک شده است که هیچ کس نمیخواهد با یک نفر دیگر در این گفتگو را باز کند. وقتی آن رسیده است که دیگر همه با هم متحد باشیم. رحمانوف تا امروز توانست همه ما را جدا کند از هم. یکی را نهضتی گفت، یکی دیگر را گفت که اگر با نهضتی‌ها همکاری کنی، با پیمان ملی همکاری کنی، پس دشمنی من هستی. بسیاری ها آمدن فاصله گرفتند. یکی دیگر را گفت که اگر خودت با فلان گروه دیگر، با اپوزیسیون در خارج بوده اگر همکاری کنی، پس دشمنی من هستی. اونها آمدن فاصله گرفتند. ما را تفریق انداز حکومت کن با همین شعار از یکدیگر جدا کرد، دشمن یکدیگر کرد. امروز خودش رفته است در کجای پنهان شده است. ملت به صاحب به سرابان. وقتی آن رسیده است که بیایم دوری هم جمع شویم، وارد یک مرحله گفتگو و مشورت ملی شویم. من این مرحله رو میتوانم مرحله مشورت ملی بنامم که درباره چون و چرا و چگونگی تاجیکستانی بعد از رحمانوف فکر کنیم. من امروز در این صحبتم مکانیزم های مشخص را با شما صحبت نخواهم کرد. این نیاز به وقت دارد، این نیاز به مشورت دارد. هیچ گروه، هیچ سیاستمدار حق آن ندارد که رسپت خودش را بالای ملت تحمیل کند. من بر این نظرم که اگر ما میخوایم در تاجیکستان آینده یک جامعه داشته باشیم که هم از صرف نظر از منطقه، از حزبیت، از دین و مذهب، از اپوزیسیا یا حکومتی بودن در یک وطن زندگی کنیم، همدیگر فهمی داشته باشیم، باید از امروز شروع کنیم به یکدیگر صحبت کردن. هر کسی بگوید اگر تا امروز گفت توکلش به خدا. اگر هر کسی دیگر از این به بعد بگوید چه شخص است، چه گروه است، چه حزب است، بگوید که من در آینده تاجیکستان رو میخواهم بدون فلان گروه یا حزب یا فلان نفر، یا من وارد یک گفتگوی ملی میشوم به شرطی که فلانی نباشد، من میگویم که این خائن است، این فاشیست است، این نجات پرست است. اگر کسی تا امروز گفت هر جمله، توکلش به خدا دیگر وضعیت دیگر بود. از این به بعد ما همه در یک کشتی هستیم یا همه در همون هواپیمای هستیم که در حالت توربولنت است، خلبانش مست است، عیاش است. خلبان دوم وجود ندارد. ما نمیبینیم که زپسنا یا یاردمچی خلبان که در همه هواپیما هست کی هست. آیا رئیس مجلس ملی است، رئیس مجلس نمایندگان است، سروزیر است؟ معلوم نیست، مشخص نیست. ملت مجبور است که تشبث را به دست خود بگیرد. پس ما و شما همدیاران عزیز، کسانی که خودشان را دوستدار این وطن و ملت میدانند، وقتی آن رسیده است که بیایم اطراف یکدیگر جمع شویم و این مشورت ملی را شروع کنیم. از این به بعد اگر هر کسی گفت که من با فلان گروه صحبت نمیکنم برای اون که وای دنیوی است و ما دینی، وای زردشتی است و من مسلمان، وای نهضتی است و من کمونیست، وای پیمانی است و من گروه 24 یا به هر نام دیگر، اگر این عباره ها رو استفاده میبرد، بداند که این نه دوستدار وطن است، نه شهروند تاجیکستان است. این یک خیانتکار است، این یک نجات پرست است، یک فاشیست به تمام معنایش است. چگونه میشود یک انسان، یک روشنفکر، یک سیاستمدار بگوید که من با فلان گروه همکاری نخواهم کرد؟ خب شما میتونید بگید که من با فلان شخص همکاری نمیکنم، اما شما اون باید دلیل داشته باشید. اما وقتی که اعلان میکنید که من با فلان گروه همکاری نخواهم کرد، پس معنی آن را دارد که خودت نه روشنفکر هستی، نه اسلامی هستی، نه دنیوی هستی، یک نجات پرست هستی. نجات پرست یا یک فاشیست دینی هستی، فاشیست دنیوی هستی، یا به هر ایدئولوژی که مربوط می باشه. بنابر همین دوستان عزیز، من در اینجا این نکته مهمی که الان گفتم و خلاصه میکنم که ملت باید تشبث را به دست خود بگیرد.
اگر ما ملت هستیم و ملت شده ایستادیم باید دیگر امامعلی رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان نباشد. ولی اگر امامعلی رحمانوف باز پرزیدنت تاجیکستان باقی ماند پس بدانید که ما دیگر ملت نیستیم. متاسفانه باید این را اعتراف کنیم. بعضی از دوستان با من گفته ایستادن که شاید در این شب و روز لازم نیست که این مسئله رو برداریم، شاید که منتظر شیم در انتخاباتی که ماه نوامبر میشد مردم ملت حتما با دیگر آواز نخواهد داد و خودش همین خیل برود. من میگم دوستان عزیز، یگان انتخابات در تاجیکستان دموکراتی نگذشته بود که اینش دموکراتی بگذرد و رحمانوف این انتخابات را مثل پیشینه با تقلب برگزار خواهد کرد، یا خودش میماند یا یکی از فرزندان خود را به کرسی پرزیدنتی خواهد شوند که وضعیت ما هیچ تغییر نخواهد کرد. در این چند ماه شاید 6 ماه دیگر باقی مانده است تا انتخابات پرزیدنتی. میدونید که ما چقدر تلفات خواهیم داد اگر وضعیت همیشه دوام دادن بگیرد. ما از لحاظ اقتصادی ضرر خواهیم کرد، ما بهترین نفرهای خود را از دست خواهیم داد. شما میدونید که الکی در تاجیکستان بیشتر از 40 طبیب فوتید از کرونا ویروس. این معلومات رسمی که ما داریم با نام و با فامیل در شبکه‌ها، اما اونه که ما نمیدونیم شاید که صدها نفر باشد. در قرقیزستان همسایه همگی 5 طبیب درگذشت، در ازبکستان 11 نفر فوتیدند، در تاجیکستان الکی از 40 نفر گذشت و ما نمیدونیم شمارش چقدر است. برای یک طبیب را تیار کردن کشور از بودجه خودش $150,000 خرج میکند برای اینکه این دانشجو بخواند، تجربه آموزی کند، به درجه یک طبیب مستقل برسد. یک مینیمم $150,000 از بودجه دولت صرف می شود. کسانی که تفکر اقتصادی دارید شما فکر میکنید که در این مدت ما چقدر تلفات داده ایستادیم؟ من خیلی تعجب کردم از حرفای جناب سابق وزیر اقتصادیات رحیمزاده که خیلی احترامش دارم و هنوزم با وجود که این حرف غلط را گفت فکر میکنم که یکی از کادرهای بهترین تاجیکستان است و آینده هم میتواند به ملتش خدمت کند. وقتی که من میگویم که در داخل حکومت امروزه هم بهترین کادرها هست که میتواند جزء اون کمند اون حکومت آینده ملی باشد، منظورم آن همین نفرها است. اما شاید تحت فشار است، تحت کدام روند غلط فکری این جمله را گفت که اگر ما کرانتین اعلان میکردیم 16 میلیارد سومانی در این مدت ضرر میکردیم. خب بگذار 16 میلیارد سومانی ضرر کنید، تمام دنیا ضرر کرد، آلمان تریلیون ها ضرر کرد، امریکا، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان. شما یعنی گفتنیت که حتی در دوره کرونا ویروس هم شما ضرر نبینید، شما پول خرج نکنید، بلکه در همین دوره هم باید فایده ببینید. اصلا اقتصادیات، سیاست، پول، بودجه دولت به خاطر چی است؟ به خاطر انسان است، جان انسان است. شما مگر فراموش کردید جناب رحیمزاده؟ حالا من دیگر رحمانوف رو نمیگم، او کیها فراموش کرده است کنستیتوسیون رو. شما که روشنفکر هستید، زیایی هستید، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در بند اولش میگوید که عالی ترین ارزش در تاجیکستان این جان و سلامتی و آزادی و حقوق انسان هست. این عالی ترین، بالاترین ارزش است. برای حکومت تاجیکستان اگر طبق کنستیتوسیون عمل کند، سلامتی ملت، جان ملت بالاترین ارزش باشد، بالاترین از اون سامانه‌ای که شما به آفشورها میفرستید. شما میدونید که اگه این 16 میلیارد سامانی ها را چقدر بیشتر از این 160 میلیارد سامانی را در این مدت آینده از دست خواهد داد، ملت از دست خواهد داد به سبب این سیاست‌های غلط اقتصادی شما. ولی اگر که کرانتین میشد، این محدودیت‌ها میشد، ما هم جان ملت را نجات میدادیم، هم جان دکترها را نجات میدادیم، جان این گنرال‌ها و وزیرها و این همه نخبگان، چقدر پروفسورها را از دست دادیم، چقدر ملت تلف شده ایستاده است. شما یک بار به عکس‌ها نگاه کنید. این حرف من دیگر نیست که بگید که کبیری فتنه میاندازد. به عکس‌ها نگاه کنید که گورستان‌ها الکی قطار قبرهای نو کنده شده چقدرند، حتی قبرهایی که نو کندن و هنوز مرده نداره در اونجا. الکی حکومت برای مرده های آینده که میدونه تلفات زیاد میشود قبر کنده ایستاده. این همه در شبکه و در فیسبوک هست. پس میدونید این چقدر تلفات است. جناب رحیمزاده و کسانی که مثل رحیمزاده فکر میکنید، پس وقتی آن آمده است که بیاید اکنون تفکرتون را تفکر ملی کنید. شما بعضی هم میگن که تفکر دولتی داریم. این تفکر دولتی نیست. تفکر انسانی باید داشت، تفکر ملی باید داشت. دولت برای ملت است، دولت برای انسان است.
هیچ ارزش ندارد اون حکومت و اون بودجه و اون دولتی که برای انسان کار نکند. کسانی که خودشون رو دولت محور میدانند بدانید که من انسان محور هستم. کسی میگه که من دولت محور هستم، تفکری دولتی دارم، من میگم که من تفکری ملی دارم، تفکری انسانی دارم و میدانم که دولت یک وسیله هست، یک آلات هست که مثل ماشین، مثل استال، میز و کرسی، انسان برای سبک کردن زندگی خودش، برای خدمت کردن به خودش اختراع کرده است. وگرنه دولت هیچ ضرورت ندارد. دولتی که ملت را تاراج کند، دولتی که محدود کند، دولتی که اصلا فلج شود، اون دیگر دولت نیست. بنابر همین باز ملت ما، مردم شریف ما باید این دولت خودمون را از نو بسازیم. اون وقت بعد میتوانیم گفته که ما دولت محور هستیم. امروز زیر شعار دولت محوری بعضی از افراد علیه ملت و علیه انسان ها کار کرده هستند. امیدوارم که بدنه اساسی حاکمیت جز این گروه نباشد. باز تکرار میکنم، ملت هنوز هم اعتماد پوره رو به شما از دست نداده است. شما میتوانید جزء این روند ملی باشید تا اینکه ملت را یک جای از این مصیبت نجات بدهیم. در آخر پیش از اون که به سوال ها بگذارم، کمی صحبتم طولانی شد، یک نکته دیگر رو تاکید میکنم. دوستان عزیز، ما پیشنهاد کردیم که زندانی آزاد کرده شوند. حکومت این پیشنهاد ما رو قبول نکرد. امروز خبرها درباره آن آماده است که زندانی ها تلف شده ایستادند. وضعیت در داخل زندان خیلی نگران کننده است. من از همه جامعه، بخصوص از خش و تبار زندانی ها، اگر این پیام ما را به هر شکلی که میتوانید برسونید به زندانی ها، یک خواهش داریم: روحیه‌شون را بلند بگیرد. این کرونا ویروس را با هر امکان، قیمتی که امکان دارد سپری کنند، خود را از دست ندهند، جان و سلامتی خود را حفظ کنند. نجات شما، آزادی شما دیر نخواهد بود ان شاء الله. من در این ماه شریف رمضان از خداوند تمنا میکنم، باور دارم که پروردگار دعای این مستضعفین، دعای یتیمان، دعای این بیوزنها، دعای پدران و مادران و زنها و فرزندان شما زندانی ها را خواهد شنید و حتما در آینده نزدیک یک آزادی برای شما پروردگار هدیه و ارمغان خواهد فرستاد. فقط ما را لازم است، مردم را لازم است که یک کمتر دیگر همت و غیرت را بیشتر کنیم و این پیام را به آنها بفرستید. خواهش کنید که خودشون را نگه بدارند و این واهمه داده نشوند، سلامتی خود را حفظ کنند، ناامید نشوند، که نگویند، فکر نکنند که آنها تا آخر حیات در زندان خواهند ماند یا 30 سال، همون طوری که رحمانوف، هر دو رحمانوفا، چه پروکورور و چه پرزیدنت برای آنها نوشتند، چه یتیموف رحیمزاده، این فکر را نکنند. ان شاء الله من باور دارم که آزادی آنها نزدیک است. هیچ کس گفته نمیتواند که کی، چند روز بعد، چند ماه بعد یا یک سال، نیم سال، این را هیچ کس گفته نمیتواند. اما نشانهای این آزادی هم برای ملت و هم برای شما زندانیان عزیز، اینها را ما دیده ایستادیم. بنابراین این پیام را، این روح بلندی را به آنها برسانید به هر شکل و وسیله که امکان دارد. خودتون هم کمک کنید با دارو، با فکر خوب، با ایده خوب، با خوراک با آنها، سلامتی آنها را نگه بدارد. انشاءالله من باور دارم که آن روز دیر نیست و دیر یا زود ما به دیدار هم خواهیم رسید. ولی اینجا من صحبت خود را به آخر میرسانم و الان میگذاریم به سوالهایی که از طریق شبکه به ما فرستاده شد و یک قسم سوالهای دیگر هم الان به من دادند. این در شاید که در رفتی صحبت آماده باشد. خب، یکی از دوستان با نام رمضان سلیموف سوال میکند که سلام علیکم، ما تصمیم گرفتیم روز 25 می در پیش اساس میتینگ برایم. از شما احترامانه خواهش میکنیم به مصلحت دهید یا کنیم یا نه. ما شما رو سخت احترام میکنیم. دوستی عزیزم رمضان، اگر شما واقعا، الله نمیدونم کدام سفارت هست، در روسیه است، در یگان کشور دیگر، احتمال زیاد روسیه باشد، اگر شما میتینگ کردنیت، تظاهرات کردنیت، این حق شهروندی شماست، دست نکشید از این. فقط یک خواهش دارم، دو قاعده رو رعایت کنید. یکی از حکومت محلی اجازت بگیرید. من نمیدونم که در روسیه الان چگونه قانون هست برای برگزار کردن تظاهرات. دوم، قاعده اون فاصله که برای کرونا ویروس هست، اون رو هم رعایت کنید. دیگر شما حق دارید که این میتینگ رو برگزار کنید و هر چیز زودتر و هر چقدر بیشتر کنید، این به نفع شما خواهد بود. چون این حکومت
بدون فشار آوردن یگان قدم نخواهد داشت. ما فشار میاریم، شما فشار بیارید، مردم در داخل مثل مردم جسور خراسان فشار بیارن، دیگر نقطه ها فشار بیارن تا اینکه حکومت یگان کار کنه. خواهر با نام زیبونیسا سوال داده است که اگر کبیری در حقیقت دوستدار ملت و دولتش باشد، از همان پولهای جمع کردگیش یگان 100,000 شه مردمش را خیر کند برای این وبایی که به سر ملتش آمده است. حاضر وقتی کی را برکنار کنیم و کی را ماندن نیست. حاضر ملت را نجات دهید بهتر است. خواهر عزیزم زیبونیسا، من تمام مالکیت میلیون هایی که داشتم حکومت گرفت و تا آن وقتی که حکومت هم میگرفت ریا نشود، نمیخوام این را بگم اما مجبور میکنید که شاید که نه 100,000 بلکه بیشتر از 100,000 را من به این ملت عزیزم، به دانشجویان، به کار افتادگان کمک رساندم. خداوند خودش میداند کسانی که این کمک ها را دریافت کردند اگر برای رد این دعواهای بی اساس اگر کدامش بیاد بگوید که کمک های را از ما دریافت کرده است خیلی خوب میشود، نه برای آنکه خدای نکرده ما میخواهیم که ما را تعریف کنند. بعد نیست اون صدها و شاید هزارها دانشجویی که من به خارج فرستادم، پول دادیم، اونایی که در داخل کشور کمک کردیم و من نمیدونم شمارش چقدر است، حسابم نکردم، اما باید پیش دهان این بعض کسانی که استفاده میبرند میگن که شما به ملت کمک نکردید باید گرفته شد. اما خواهر عزیزم ببینید وظیفه من همچون سیاستمدار در این شب و روز کمک خیریه رساندن نیست. کمک خیریه را سازمان‌ها خیریه کرده ایستادن، جامعه شهروندی کرده ایستادن، دست آنها را باید ببوسیم و آنها باید تشکر بگیم. وظیفه من همچون سیاستمدار راه سیاسی نشان دادن است و من آن را به شما نشان داده ایستادم. شاید راهی که من نشان میدهم همچون سیاستمدار، همچون رهبر یک از تشکیلات‌های سیاسی، اگر حکومت و شما با آن عمل کنید شاید فایدهش بیشتر از این ده ها مراتب از این صدها هزار پولی هست که شما درخواست میکنید، شاید میلیون ها و میلیاردها باشد. وقتی که ما پیشنهادها را کردیم اگر رحمانوف آنها را عملی میکرد شاید که امروز ما میلیاردها دلار یا سومانی فایده میکردیم. وظیفه سیاستمدار خواهر گرامی این است، وظیفه یک سیاستمدار تقسیم کمک خیریه نیست. خب یک برادر با نام عمر خطب، جناب کبیری اگر مردم قیام کنند شما میتوانید از مردم دفاع کنید تا رحمانوف این مردم را نکشد و مردم باز قربانی نوبتی رحمانوف نشود. دوستی عزیزم، وقتی که ملت خیست، ملت احساس کرد که دیگر باید عمل کند، دیگر نباید در فکر آن باشد که رحمانوف میکشد، زندانی میکند. البته ما باید فکر کنیم چاره ها را ببینیم و من مطمئنم که نه تنها من، نه تنها ما در پیمان یا دیگر شخصانی که مسئولیت امروزه را دارند حتما چاره های فکر کردن و خواهند کرد، بدون آن نمیشود. اما هیچ مبارزه بدون قربانی نشده است. ما باید تمام کار را کنیم که حتی یک قربانی هم نشود، حتی یک جا هم خراب نشود بدون خشونت. اما وقتی که اگر رحمانوف این جنایت را کرد مثل بعضی جنایتکاران دیگر در منطقه که الکی شروع شد به جواب دادنشان برای این حادثه جنایت اندیجان، کریموف که مرد ولی روح او، تمام اون حکومت او، سیستم او جواب خواهد گفت. الکی ملت طلب کرده ایستادن. اگر مبادا رحمانوف باز این جنایت را کردنی شود، اولش که من باور دارم ملت جسور و شجاع تاجیک دیگر اجازت نخواهد داد. بعدا اون میلیتسیانر و کارمند امنیتی و کارمند وزارت قدرتی که با او رحمانوف این سپارش جنایتکارانه را خواهد داد این را اجرا نخواهد کرد. اگر کرد اونم جنایت کرده است. من باور دارم که در صف ارتش، در کمیته امنیت، در میلیسیای تاجیکستان هنوز هم هستند جوانمردان ملی، هنوز هم کسانی که دلشون به این ملت میسوزد. اگر وقتی که مردم قیام کرد، پس بدانید محترم گنرال ها، محترم وزیرها، من اون دو وزیر را در نظر ندارم که اونها در جنایت شریکند، وزیرهای دیگر، محترم میلیتسیانر و کارمندان ارتش، بدانید که این فرزندان شما هستند که تظاهرات میکنند، پدر و مادر شما هستند، اینا در غم شما هم هستند. اگر رحمانوف جنایت نمیکرد امروز شما گنرال ها را از دست نمیدادید، زن و فرزند خیلی اتون نجات میافت. امروز وقتی اون رسیده است که در پهلوی ملت باشد. من با استفاده از سوال این برادر از شما هم خواهش میکنم که بیاید دیگر نسبت مردم ظلم نکنید، از این بیشتر در پهلوی مردم باشد. اون روز و ساعت که فرار رسید، مردم قیام کرد و این جنایتکار را از سر
ملت دور کرد، بدانید که شما هم همچون قهرمان ملت در آینده اعتراف خواهید شد. مردم از شما قدردانی خواهد کرد. در تمام کشورهایی که انقلاب‌ها مصالحت آمیز بودند، مردم توانست با قیام بدون خشونت حکومت را عوض کند. قهرمان‌های اساسی میلیسیونرها بودند، کارمندان امنیت بودند، ارتش بود. علیه ملت خود تیر نپراندند. اما اگر شما دست به جنایت زدید، بدانید که دیر یا زود ملت این جواب جنایت شما را خواهد داد و من امید دارم که شما این کار را نخواهید کرد. خب یک نفر دیگر با نام معیز عالمی نوشته، سوال داشت که خیر امام علی پاس را خالی کرد، کی می آید در اون اقلیمی که همه کل دادر کوهریان؟ دوستی عزیزم، نباید ناامید باشه که در تاجیکستان دیگر کادر نیست، ملت دیگر فرزند ندارد. اگر رحمان گفت دیگر هیچ کس نمیاد. من پیشتر گفتم که در اینجا مکانیزمی عملی بعد از رحمانوف چیکار باید کرد و نمیگم. این رو باید در صحبت‌های بعدی و بعد از مشورت با نخبگان ملت باید انجام داد. اما مطمئن باشد که این جای خالی نخواهد ماند. الکی ملت لیدرهای خود را پیدا کرده ایستاده است. این لیدرها در بین مهاجرین پیدا شده ایستادند، شما دیده ایستاده. این لیدرها در بین جامعه شهروندی پیدا شده ایستاده است. من اون دخترکان جوان در سوخت، اون جامعه شهروندی در دوشنبه، در بدخشان، اینها لیدر هستند. هر کدام اینها میتواند وزیر باشد. وقتی که در چنین لحظه بحرانی میتواند یک جوان مدیریت کند که ده ها صدها هزار نفر را نه از بودجه دولت بلکه از حساب مردم بخوراند و بپوشاند، یک وزیر کرده نمیتواند، جای این نفر یک وزارت است. حکومت ملی را این نفرها پر خواهند کرد، از حساب متخصصانی که در خارج هستند، از حساب مهاجرین، از حساب کسانی که در امروز در حکومت هم کار کرده ایستادند ولی مجبور هستند که حرفای غلط رهبریت را تکرار کنند. برای همین دوستی عزیزم مطمئن باشید که این ملت به صاحب نخواهد ماند و حتما کادرها پیدا خواهند شد. خب نفر با نام شانزارова زالا سوال داده است، به زبان روسی است. Что ты этим своим выступлением можешь решить? Помочь помощью, накормить голодных, обеспечить бездомных? И что тебе даст это выступление? Еще можешь просветить, как ваша организация существует вообще? Кто вас спонсирует? Откуда зарплата? У тебя вообще совесть есть? Как ты завтра умирать будешь? Тебе не надоело народ травить против государства? Так и так весь мир страдает от потерь своих близких. Ты что думаешь, мы тупые и не понимаем, для чего ты это все делаешь? И для кого? Ты просто кукла, которой управляют. Так что اینجا یک دشنام بسیار آبدار کرده است. Так что дальше, пожалуйста. Точно из-за таких, как ты, заходит в Facebook. دوستی عزیزم، خواهر گرامی شانزارова زالا، اولش که خوب می بود که بدون تحقیر و دشنام این سوال رو میدادی، اما دیدید که من خواندم بدون اون تحقیرش. اگر خواهشی در فیسبوک در اومدن نداری و این حقیقت ها را گوش کردن نمیخواهی، دیدن نمیخواهی و برای تو دشوار است حقیقت را هضم کردن، هیچ گپ ندارد، خاموش کن، نبین، تماشا نکن، به یوتیوب ندارو، به فیسبوک ندارو. و مثل که مثلا من وقتی میبینم، من جهاننما و تلویزیون حکومت رو تماشا نمیکنم برای که در اونجا دروغ است و خاموش میکنم، تمام، نه عصبی میشم، نه میام کارمندان تلویزیون سفینه یا تلویزیون تاجیکستان رو دشنام میدهم، چون میدونم که دروغ گفته است. اگر فکر میکنی گپی من دروغ است، لازم نیست، آرام خاموش کن، رو دنبال کارت و تماشا کن سفینه و جهاننما و خاور رو بخون. اما اگر وارد شدی و خوانده ایستادی حرفای ما رو، پس معلوم میشد که برای خودت هم لازم است. اگر لازم نمی بود خواهر عزیز وارد نمی شدی، بحث نمی کردی و این 5-10 سوال رو در داخل یک سوال برای من نمیگذاشتی. من اگر به همه سوالات شما جواب بگم شاید 1 ساعت صحبت کنم، اما برخی از سوال‌ها الکی جواب دادم که وظیفه من تقسیم کردن گمپاماش یا کمک خیریه نیست. شما خوب نام گذاشتید گمپاماش، این به زبان همون گومانیتر پاماش است، اما اگر تاجیکی فکر کنیم پاماشی گم شده هم میشود. پاماشی که میآید شما گمش میکنید با پیشوایتون، درست گفتید. اما وظیفه من این نیست که من کمک خیریه کنم، وظیفه من نیست که بیام به شما گزارش دهم که تشکیلات من از کدام حساب کار میکند.
من گزارش رو به اعضایان پیمان ملی تاجیکستان خواهم داد و میدیم به حزب نهضت میدیم که تشکیلات من از کدام حساب کار میکنند. وقتی که شما اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده یا اعضای پیمان شدید، بعد من به شما حق دارید از من طلب کنید. اگر شما اعضای حزب خلق دموکراتی باشید، از حزب خلق دموکراتی طلب کنید. من مثلا حق ندارم از حزب خلق دموکراتی طلب کنم که به من گزارش دهد که از کدام حساب کار میکند. این کاری داخلی حزب است. اما بسیار یک سوال گذاشتید که مثلا کاکتی завтра умирать будешь. من پروردگار رو دعا میکنم در این ماه شریف رمضان که مردن من رو، مردن همه مؤمنین، همه انسانیت رو آسان کند. و حالا مهم آن نیست که ما چگونه میمیریم، در کجا میمیریم. شاید من در هجرت میمیرم، شاید در وطن میمیرم، شاید به یگان شکل دیگر. خواهر عزیز، برای من مهم آن است که من با کدام دستاورد پیش پروردگار میروم. وقتی که فردا پیش پروردگارم حاضر میشوم، با او چی جواب میگویم؟ چی گفتنی دارم که من آیا بندگی خود را اجرا کردم؟ آیا مسئولیت خود را در پیش ملت و وطنم انجام دادم؟ این برای من مهمتر است خواهر عزیز، و امیدوارم که برای خودت هم این مهمتر است که فردا روز قیامت چی جواب میگوییم و با کی محشور میشویم. در دین یک عباره است، روز حشر انسان با کی محشور میشود. یک حدیث شریف است. من کمتر دورتر میروم از موضوع خواهر عزیز، شاید که برای شما هم لازم باشد. اگر نخواهید به نوبت نگیرید، ولی اگر شاید فکر کنید شاید کمکتون کند. حدیث شریف است که فردا روز قیامت همه انسان ها با همونهای محشور خواهند شد که در این دنیا آنها را دوست می داشتند، با آنها رفیق و همکار بودند. من دعا میکنم که در هر کجایی که مردم خداوند جانی مرا گرفت، فردا روز قیامت با آنهای محشور شوم که آنها را در این دنیا دوست می داشتند و آنها انسانهای شریف بودند، برای ملتشون خدمت کردند، برای بشریت خدمت کردند، با پیامبران، با اولیاها، با شهیدان، با همه انسان‌های نیک، نابسته از دین و مذهبشان. نه با آن کسانی که مساجد را بستند، زیر حجاب عمل کردند، ریش تراشیدند. نه با آن، چون من میدانم که اینها اگر خداوند نبخشد، اینها توبه نکنند، جای اینها معلوم است. من اگر شما بخواید با اینها محشور شوید، این کار شما است. ولی من توصیه میکنم که از حالا بیایید برای خودتون در این دنیا دوستها را طرز انتخاب کنید که فردا روز قیامت برای شما یک دستاورد باشد. نه با آنهایی باشد که زندانی میکنند، میکشند، ظلم میکنند، مردم مهاجر میکنند، میدزدند و امروز شما رو مجبور میکنند که علیه ما صحبت کرده باشید. چون سوالتون یک کمی طولانی بود، منم مجبور شدم طولانی تر صحبت کردم. بخشش که یک کمی از موضوع دور رفتیم. خب یک سوال دیگر فرستادن، کسی با نام 200 مرد جنگی. 200 مرد جنگی به از 100,000 به گفته فردوسی. سلام PMT، سلام. خوب ما هم گفته است خیلی که میدونیم در جنگ شهروندی کریموف و کوچکوف خواجه های رحمانوف در قوسن دخالت کرده، رحمانوف را با تانک و توپ وارد دوشنبه کرده بودند. خواطری من از آن است که امروزها کمک های میرزیوف را زیاد مشاهده کرده ایستادیم. خدا نکند روز میرزیوف راه کریموف را پیش گیرد و خواجه رستم شود. پوتین رستم را قبول نکرده بود، شاید رحمان با امید میرزیوف باشد. استاد در این مسئله چی فکر دارید؟ دوستی عزیزم، ببینید، من فکر نمی کنم که میرزیوف کریموف است. الکی خود را نشان داد که این کریموف نیست، دیگر است. اما نباید حالا سراسیمه شویم در بها دادن میرزیوف یا هر کسی دیگر. وقت نشان خواهد داد. من امید دارم که مناسبت میرزیوف تنها به تاجیکستان، به همه همسایگان دیگر خواهد بود. از اون بلند پروازی های کریموف دست خواهد کشید، از اون ظلم و شکنجهش نسبت مردم ازبک و نسبت مردم تاجیک. اما باید که تقدیر ما در دست خودمون باشد. چرا ما باید فکر کنیم همیشه که تقدیر ملت ما را پوتین و میرزیوف و مثلا رهبر خیتای حل میکند یا ترامپ حل میکند؟ تقدیر ملت ما را ما خودمون حل میکنیم، ملت تاجیک حل میکند. همین گونه تفکر باز نشان میدهد که هنوز هم ما یا امید داریم که یگان کشور خارجی ما را کمک کند، یا میترسیم که دیگران میتوانند باز ما را غلام کنند، باز یک رحمانوف دیگر را با تانک و توپشان، با سلاحشون مثل کوچکوف سر قدرت بیان، باز اگر پسرش شد مثل پدرش رفتار میکند. نه، ما باید تاجیکستان رو بسازیم که پرزیدنتش
مستقل باشد، حکومتش مستقل باشد و اگر لازم شد تمام ملت در پس این پرزیدنت میستد از او دفاع خواهد. اگر پرزیدنت مردمی باشد باور کنید 9 میلیون آدم کم نیست. گرجستان چند میلیون بود که ایستاد در پس ساکاشویلی؟ اتنبایف پرزیدنت پیشینه قرقیزستان و پرزیدنت حاضر ازبکستان، اهالی قرقیزستان از ما کمتر است. چون در پشت این پرزیدنت ملت ایستاده است، به ملتش تکیه میکند. از روسیه برای پایگاه نظامی پول میگیرد، از تمام کشورها. همچنین یک پرزیدنتی کشوری مستقل عمل میکند. رحمانوف تا روزی که هست جرأتی با یگان پرزیدنت صدا بلند کردن نخواهد داشت، از همه کمک بشردوستانه خواهد گرفت. ما و شما با همین تفکر غلامی باقی خواهیم موند که تقدیر ملت یا در تاشکند حل میشود یا در مسکو یا در پکین یا در واشنگتن. نه دوستی عزیزم، ان شاء الله در اون حکومت ملی آینده تقدیر ملت تاجیک در تاجیکستان در دوشنبه حل خواهد شد. سوال هفتم یک نفر از یوتیوب سوال داده است با نام وطنوف. سلام علیکم. چرا رحمانوف میگوید انتخابات شفاف دموکراتیک بگذرد لیکن خیلی پرتقلب و ناشفاف میگذرد و در اینجا کی گناهکار است؟ در اینجا طبیعی است که دوستی عزیز خود رحمانوف گناهکار است و رحمانوف تا روزی که از یگان انتخابات دموکراتیک و شفاف نخواهد گذشت. ما باید تلاش کنیم که اگر تا انتخابات آینده دیگر وضعیت تغییر کند و در اون انتخابات یک انتخابات واقعا شفاف با نامزدهای گوناگون از تمام احزاب، از تمام قشرها 10 نفر 20 نفر نامزد و پرزیدنتی باشد، کسانی که امروز در حکومت هم هستند حق داشته باشند نامزدی را پیشنهاد کنند، البته به غیر از خود رحمانوف و اون چند جنایتکاری که من نام گرفتم، و مهاجرین نماینده خود را پیشنهاد کنند. اون بریرها، اون محدودیت‌هایی که تا امروز در قانون وجود دارد اون رو باید برداشته شود که دیگر مهاجرین نتوانند نامزد پیشنهاد کنند. کسانی که در خارج هستند یا کسانی که زندانی بودند، بهترین کادرهای تاجیک، بهترین نامزدها به پرزیدنتی در تاجیکستان امروز در زندانند. محمد روزی اسکندرov، زید سعیدov، بزرگمهر یارov، محمد علی حید، سید عمر حسینی، عبدالقاهر دولت و سیف الله زاده، ده ها نفر دیگر در داخل زندان هستند که اینها میتوانند نامزد به پرزیدنتی شوند. ما باید تلاش کنیم که در آینده نزدیک انتخابات های پرزیدنتی و پارلمانی را با در یک شرایط شفاف دموکراتیک و با شرکت تمام قشرها برگزار نماییم. هر کی را ملت انتخاب کرد یک مدت معین 4 سال است، 5 سال است، نه بیشتر از 2 دوره اون پرزیدنت خواهد بود. بعد باید که مثل تمام کشورهای متمدن باید که برای استراحت کند، نه مثل رحمانوف 28 سال در بالای سر ملت به غارت و ظلم مشغول باشد. خب یک نفر با نام رش ساشا سوال داده است. سازمانهایی که از یک طرف حکومت رحمانوف رو تنقید کرده در حکومتش آزادی بیان، آزادی مطبوعات، پایمال کردن حقوق انسان و پررگی وجود دارد، دیکتاتور بودن او را تصدیق میکنند، تمام معیارهای دموکراسی را پایمال میکنند. از همین سازمانها باز برای او گرند داده میشود، همین کمتر شرح میداده. دوستی عزیز، از این سازمانهایی که رحمانوف را دیکتاتور اعلان میکنند برای او گرند پیشنهاد کردن نمیشود. مثلا اینجا یک فرقیت است، خیلی باید من نمیخوام طولانی صحبت کنم. فرقیت در این است که گرند از طرف بانک جهانی، بانک مجنرات والیوتی فوند، اون بنیاد بین المللی اسعار، از طرف اتحاد اروپا و از طرف حکومت‌ها پیشنهاد کرده میشود. برای پیشنهاد کردن گرانت و کمک‌های مادی و تکنیکی شرط و شرایط وجود دارد. نابسته از اون که اون کشور زیر حاکمیت دیکتاتوری است یا دموکراتی، اگر مردم فقیر است، کم بضاعت هست، از روی قانون این کشورها حکومت‌هایشان مجبور هستند طبق قانون‌هایشان باید که به این کشورها کمک مالی کنند. برای مثال وقتی آلمان 1 میلیون یورو جدا کرد، نه به رحمانوف دیکتاتور جدا کرد، بلکه قانون آلمان میگوید که اگر سطح کمبیزاتی در این کشور از این فایز بیشتر هست، باید که حکومت آلمان به این کشور کمک مالی کند و اینها باور دارند که این کمک دزدیده نمیشود و مردم میرود. این وظیفه ما و شما است که به اینها بفهمانیم که این کمک ها دزدیده میشود. و اتفاقا همین ماه گذشته دایچ ول خبرگزاری آلمان یک خبر پخش کرد، با زبان روسی هم بخوانید. حکومت آلمان تصمیم گرفت که به حکومت تاجیکستان دیگر کمک‌هایی که
طبق برنامه استراتژی در سالهای گذشته میکرد قطع کنه. چرا؟ خیلی واضح گفتن که این حکومت ما رو وعده کرد که اصلاحات میگذراند، دموکراسی جاری میکند، تغییرات در قانون ها میشود، ولی دروغ گفت. از این بابت حکومت آلمان و حکومت تاجیکستان کمک نمیکند. فرق در این است که حکومت آلمان 1,000,000 یورو رو به حکومت تاجیکستان این دفعه نداد، برای مبارزه با کرونا ویروس داد. این را دوستان عزیز فرق کنید. حکومت آلمان دیگر تصمیم گرفت که به حکومت رحمانوف همچون حکومت دیگر کمک نخواهد کرد. و سازمان های مثل فریدم هاوس، مثل هیومن رایتس واچ، اینها حکومت رحمانوف را دیکتاتوری اعلام میکنن و اینها گرانت جدا نکردن به رحمانوف. اما حکومت آلمان، حکومت امریکا، چین، بانک جهانی وقتی که گرانت جدا میکند به خاطر مردم جدا میکند که مردم خشاقند، کم بغلند و نیاز دارند. منم فکر میکنم این کاری درست است. ما باید فشار بیاریم بالای رحمانوف که ندزدد این کمک ها را. برعکس ما باید اکنون کار کنیم، بعد از این دیگر فشارها دیگر نتیجه نداد، کار کنیم که رحمانوف از قدرت دور شود تا اینکه این کمک ها دیگر در دست حکومت مردمی باشد که به ملت برسد. حالا میبینم که چند سوال های دیگر خیلی زیاد در وقت گفتگو آمده است، چون این سوال 8 تا 9 تا در سوال های بودن که با من گفتن تا شروع برنامه بود. سوال ها میبینم خیلی زیاد است، حتی 10-12 سوالی نو آمده است. حالا اگر صحبت کنیم الکی 1 ساعت صحبت کرده استودیم، باشد من یک مدت دیگرم در خدمت شما هستم، چون نمیخوام که مردم شریف در تاجیکستان از وقت افطارشون رو بگیریم. یک نفر سوال داده است: سلام جناب کبیری، چی باید کرد تا پسوا رو به سود بین المللی بدهیم؟ ببینید دوستی عزیز، برای که به سود بین المللی دادن باید دلیل های خیلی قوی، محکم و آشکار باید داشت. ما الکی با چند سازمان ادوکات هایی که تجربه به دادگاه بین المللی کشیدنی پرزیدنت ها را دارد، چند پرزیدنت افریقایی را به دادگاه کشیدن، چند وزیر و سیاستمدارها را به دادگاه بین المللی کشیدن، این تجربه را دارند و وقتی پرونده ما را نگاه کردن گفتن که امکان پذیر هست، اما نیاز به فکت و دلیل های مشخص دارد که خود همین آدم در مسئله گنتسی، در مسئله کشتار دست جمعی، در مسئله تلف دادن ملت چی کارهایی کرده است. شاید که تا امروز ما دلیلی کمتر داشتیم، برای اینکه بسیار دشوار است اثبات کردن که رحمانوف چه جنایت‌هایی کرد، چون رحمانوف خیلی زیرکانه کار میکرد، با دست وزیر، با دست یک افسر امنیتی آدم‌ها را میکشت یا زندانی میکرد و تا امروز هم میکند و گویا که دست و پنجه خودش پاک است. ولی امروز دلیل ها بیشتر شدن. همین خودی مسئله کرونا ویروس که پنهان کرد و باعث فاجعه ملی شد، این الکی دلیل هست، این الکی مسئله گنتسید هست، کشتار دست جمعی صدها و هزارها نفر هست. من فکر میکنم که الکی این دلیل ها بیشتر شده ایستادن. من خواهش میکنم از حقوق شناسان، حالا فرق نداره در داخلن در خارج هستن، بیاین دیگر دنبال این مسئله باشن. همه کار رو نباید اپوزیسیون سیاسی کند. اپوزیسیون سیاسی راه سیاسی نشان میدهد، برنامه سیاسی دارد. من بسیار میخواستم که حقوق شناسان ما، ادوکات های قوی ما این مسئله رو جدی بگیرن. ما کمکشان خواهیم کرد، ما راه نشان خواهیم داد و اون کانتاکت ها و اون کارهایی که تا امروز انجام شد در خدمت آنها خواهیم گذاشت و این کار انجام می شود. اما اگر بینیم که هیچ کس نکرد، پس مجبور میشیم که این اقدامی آغاز کرده خودمون رو ما ادامه بدهیم. نفری با نام منوچهر احمدزاد سوال داده است: السلام علیکم. خب یک نام برای ما هم عنوان گرفته است. من خواهش میکنم اونقدر پیشوا ساختیم و جناب ساختیم و اونقدر رهبر و نجات دهنده ملت و سیاره ساختیم که تا همین جای هممون بس. بیاید دوستان عزیز به من همچون برادر مراجعت کنید. حالا یک نام خاکسارانه تر گذاشتیم از این بحری این نام ها و این عنوان های کلان. خواهش میکنم. خب سوالش این است که شاید مظلومین آزاد خواهند شد با امر خداوند و کوشش شبانه روزی شما حتما باید کوشش کرد، چون که فرصت فرا رسید. استاد عزیز، یک خبری گرچند ناخوش باشد هم شنیدم ممکن ناموس ما را بالا کند و یک
زنی گویم یاش سالم به این وبا گرفتار شده چند روزه دوتاز کرده است در دری بانیسا. حتی با پول خودش هم قبولش نکردند و در خانه درگذشته است و پیش از مرگ کفن شده گفته است من میمیرم و بگذار همون مردم بیرون از وطن کوشش کنند خلق نجات دهند. نباشد این رحمانوف همه را میکشد. و این زن گفته است که من از رحمانوف پشتیبانی میکردم، خطا کردم. بینید استاد چقدر درک کنید این دوری شما آمده است و قریب که همه طرفدارت هستند و با چه راهی میتونی نجات بخش سیاره نیو نجات بخش مردم مظلوم و ناامید شوی. برای همین با همه لیدرهای شهرهای روسیه مشورت کن، همه تیار گرد همایی پی در پی خواه در کجای باشیم باید این کار را کنیم و در داخل هم و کار باید کرد. رایونهای دوردست وطن باید از خبرهای شما استفاده برد و خداوند سبب شکست رحمانوف می شود. این راهی پیش گرفته شما با این طرز. راهبریت روسیه هم از این بیزار هست و شنیدم که میرزیایف گفته باشد که رحمانوف بیزار کلدیک. حالا نمیدونم به ازبکی چی میشد. استاد خودت خوب میدونی که واهمه لغت کردگی این رژیم رو میگوید که دست و پای خورده شده است، چون که فشار شما یک طرف از داخل تشویش خیلی زیاد هست و البته این کوشش های شماست، لیکن خوفش بین حد زیاد شده است. یک خیلی به خدا میگویند که مثل یک دیوانه شده است، گپ‌هایش پوچ هر چی میگوید. در آخر خداوند هر چه زودتر شانسی شماست مردم رو نجات دهد، چون که خاص خداوند همین بوده است، البته با سرجمعی همگان چی در داخل و چی در خارج. خواهر عزیزم، حالا خواندن چنین نامه ها خیلی دشوار است. حالا نمیدونم که از برادر از نام خواهر نوشته است. اگر خداوند طوری که آمده است شهید کرده باشد این خواهر ما را که حتما حکم شهید است در این گونه حالتها، تمام فتواها و علما گفتند که با این گونه بیماری ها و مریضی ها و در این حالت مظلومیت درجه شهادت را دارند، خداوند جاشون در این ماه شریف رمضان جنت کند و بازمانده ها را صبر جمیل دهد، کسانی که بیمار هستند شفا دهد. اما دوستان گرامی، حالا این خواهر هر چی که داشته است در دلش در این لحظه های دشوارش گفته است. دیگر مسئولیت ما و شما هست. ما و شما دیگر اینا درد دلشون گفته ایستادن، اینا آرزوشون گفته ایستادن. حالا ما نمیدونیم که کی این کار رو شروع میکند، کی شروع میکند و باز تکرار میکنم من آماده هستم. خیلی که همین خواهرم وصیت کرده است. این دیگر وظیفه ایمانی و وجدانی هر کدام ما هست که مشورت را شروع کنیم، آغاز کنیم. دیگر فرق ندارد در داخل هستید در خارج هستید. بس است از این دوری ها. ببینید مردم مرده ایستادند و یگانه آرزویشان پیش از مرگ این هست که ملت به هم جمع شود، بیاید این مصیبت را از بالای سر ملت دور کنند و حداقل بازمانده ها، زنده ها یک زندگی بهتر رو ببینند. من دیگر در اینجا بیشتر از این گفتن نمیتونم چون خیلی دشوار است. فقط خواهش میکنم این دیگر وصیت تنها به من نیست، این وصیت به همه ملت است، این وصیت به تمام مسئولین است، رهبران احزاب هست، گروه ها هست، رهبران دیاسپورای مهاجرین هست. دیگر وقتی آن آمده است که به حرف ملت و این مردم گوش بدهیم. خدا رحمتتون کند، جاتون رو جنت کند. خواهر عزیز. خب نفر با نام عریف جمشید، سلام علیکم. سوال من همین است که شما پیش از انقلاب یگان چاره‌های دیده استین که شات‌های بانکی خارجی بوده امام علی و نزدیکان اینها رو محکم کنند تا اینکه با این پول‌ها جمهوری اقتصادیات جمهوری بازسازی شود. دوستی عزیزم جمشید، هیچ محکم کردن این شات‌ها هیچ ضرورت ندارد، بلکه ما الکی این شات‌ها معلومند، الکی این پول‌ها معلومند چقدر است. فقط کافی است همین را بگم. حالا خود رحمانوف نه، تمام این عائله بزرگ نه، این دامادهای دیگر نه، فقط دخترش از پول راه پولکی، از پول پاسپورت‌ها، از پول اون پاسپورت خارجی و اون مناپولیایی که داشت، با اون رقم‌هایی که ما به دست آورده نزدیک 5 میلیارد دلار در صورت حساب‌های خارجی در اختیارشون دارند. فقط یک نفر عضو عائله.
حالا چقدر تمام اعضای عائله دارد، اگر هر کدامش 5 میلیاردی داشته باشه، شاید بعضیش از این بیشتر هم دارد. یعنی یک چیز نزدیکی 4 یا 5 بودجه سالانه تاجیکستان الکی در بانک ها هست. اون حکومت مردمی که آمد دیگر ضرورت با بستن صورت حسابان است. اونا رو فقط مثل دیگر کشورها کردن. در کشورهای دیگر صورت حساب معمر قذافی میلیاردها بازگشت. تونس، در ازبکستان الکی دیده است که صورت حسابای خانواده کریم رو چیکار کرده ایستادن، برگشته شده است پول. حتما برادری عزیز برمیگردد و فقط خواهش میکنم شما با ما کمک کنید که این صورت حسابا، این رقم ها بیشتر به دست ما برسد. البته خیلی فاکتور آمده است، ما حالا ضرورت نداریم که همه این رو آشکار کنیم، ولی شما کمک کنید رقم ها رو بفرستید و هر کسی که دارد این آمار رو، این صورت حسابا رو، این معلومات ها رو، کمترین معلومات هم هموطنان عزیز به ما کمک خواهد کرد که ما به این هدفمون زودتر برسیم. خب یک نفر سوال داده است. سلام علیکم، من اقتصادچی نیستم ولی میگویند که اقتصاد تاجیکستان پست است. شما یگان برنامه دارید که اگر حکومت دیگر شود اقتصاد تاجیکستان رو بالا میرود؟ این سوال را از خودی آرزو میکردم و یگان نامزدای حزب دهم. آیا میتوانید شرح مختصر دهید یا یگان برنامه آید اقتصادی کشور تیار نمایید؟ همه میدانند که پیش از انتخابات وعده‌های زیاد داده میشود و یا اجرا نمیشن یا ناپورا میمونند. تاجیکستان تخمینا در چند وقت اگر 5 تا 10 سال رو به نظر گیریم سطح زندگیش با کدام دولت برابر شدنش ممکن هست سوال داده است. وی رو در نظر دارم. تشکر. دوستی عزیزم، ببینید، برای آنکه اقتصاد تاجیکستان را بهبود بخشید، نجات داد، یگان ولسپید را از نو اختراع کردن در کار نیست. یگان مثلا اختراعکار بزرگ، یگان آدمی مگر دانستن لازم نیست. تنها کافی است همون طور رفتار کرد که حکومت‌های مسئولیت شناس و حکومت‌های معاصر رفتار کرده ایستادند. چه عیب دارد که ما بیایم تجربه گرجستان رو بگیریم؟ گرجستان هم بعد که انقلاب کرد، مردمش یک پرزیدنت نو رو آورد، در یک مدت 3 ساله ساکاشویلی گرجستان قشاق و فقیر و پر از کروپسیا را به یک دولت پیشرفته معاصر اروپایی تبدیل داد و امروز گرجستان تبدیل شده است به یک نمونه پیشرفت اقتصادی. فقط از ساحه توریسم میلیاردها دلار درآمد میگیرد که طبیعتش مثل طبیعت تاجیکستان است. من بارها گفتم، من حالا اگر که برنامه اقتصادی را نامبر کنم خیلی طولانی میشه. مطمئن باشید ما نه تنها برنامه اقتصادی داریم، ما کادرهایی داریم که برنامه اقتصادی را عملی خواهد کرد. مطمئن باشه 100%. باز تکرار میکنم کاری اصلا دشواری نیست. ما که خب بالاخره تجربه کار در پارلمان، در تجربه اقتصادی داریم و باز میگم بهترین اقتصاددانهای ما یا در زندانن یا در هجرت. اینها جز اون تیم خواهند بود که اقتصاد تاجیکستان رو نجات خواهد داد. علاوه با اون پولهایی که گفتیم در خارج، این پولهای ملت است، پولهای دولت است. من یک بار یک جمله رو گفته بودم، حالا هم تکرار میکنم. بهترین راه پیشبرد اقتصادیات یک کشور، یک ملت آن است که حکومتش ندزدد. اگر حکومت ندزدد، هیچ کار دیگر نکند، اقتصادی همون کشور را صاحبکاران خودشون به پیش خواهند برد. این در بدترین حالت. اگر همین رحمانوف نمیدزدید، صاحبکاران ملی ما، اونایی که در بازار کار میکنن، تجارت دارن، استحصالات دارن، الکی اقتصادیات ما رو پیش میبردن. بدبختی ما این است که نه رحمان خودش یک کار میکند، باز میدزدد. حکومت آینده انشالله نه تنها نمیدزدد، بلکه باز خودش برنامه اقتصادی دارد، فهمیش اقتصادی دارد، تصور اقتصادی دارد و انشالله من باور دارم که با کمک شما بر این هموطنان که الکی درک اقتصادی دارید، ما میتونیم اقتصادیات رو در یک مدت کوتاه بهتر کنیم. نفر با نام پرشیان وان سوال داده است. سلام برادر کبیری، تشکر زیاد که برادر گفتید. خیلی خوشم میاد مثل همین کس ما رو برادر بگید همیشه. یک سوال دارم، شما میتونید همه مخالفان یک جا شوید، ملت تاجیک تکستر بیدار کنید، التماس جدا نشوید، زنده باشید در پناه خدای بزرگ. تشکر برادر عزیز، این پیشنهاد الکی رسید، من فکرام گفتم، انشالله باور دارم که بعد از این صحبت ما همین طورم خواهد شد و اگر کسی نکرد، کسی راضی نشد با گفتگو و مشورت، دیگر حوالش به خدا و به ملت. خب یک نفر با نام سرباز انصاری، محترم کبیری، از شما خواهش از نوع مهاجرین طلب کنید که راهی خوجند دوشنبه یک بار ارزان کرده شود، نرخ پاسپورت خارجی تا 200 سامانی ارزان شود،
نرخ تخصمات و گرفتن پروا و دیگر خدمت رسانی ها ارزان شود. این چنین از مردم عادی پول جمع کنی رو بس کنم. دوستی عزیزم سرباز، نه اینکه نرخی راه دوشنبه خوجان ارزان شود، باید به پول شود. ما این طلب رو کردیم، خواهیم کرد. من این مسئله را در سخنرانی هم در پارلمان تاجیکستان در سال 2009 کرده بودم. بگذار حکومت اون برآمد مرا اون نوار را رسانه‌ای کند. اون جلسه که پنهانی برگزار کردن، من گفتم کسی با این راه را پولکی کردن رای میدهد خائن ملت است. امروز هم به این نظرم و این اعتقادم هستم. من عذر میخوام از همکسبانم در پارلمان تاجیکستان که اون وقت با من بودن. انسان‌های شریف هستند. رئیس پارلمانم اون وقت سیدالله خیراللهیف. اما در این مسئله مشخص راه را پولکی کردن، آواز دادن، خیانت کردن. وقتی آن رسیده است که بیان از ملت عذر بپرسند. محترم خیراللهیف نگوید که جان ما در خطر بود، رحمانوف ما را مجبور میکرد. صحبت کمی طولانی میشود، باز تکرار میکنم. خیراللهیف در همون سیاسی بعدی که من فشار آوردم، جنگ خوردیم، قریب حقارتگویی کردیم. من جزئیات این صحبت رو در یک جای دیگر گفته بودم، شاید باز تکرار کنم. بعد خیراللهیف به من گفت که محیدین خودت فکر میکنی که فقط دل خودت با وطن و ملت میسوزد، ما هم دلمون میسوزد، اما چیکار کنیم، مجبوریم. این جمله خیراللهیف بود. این بیانگری آن بود که در این انسان باز یک کمتر وجدان و انسانیت باقی مانده بود. خب اون وقت میفهمیدی و مجبور بودی. رحمانوف باید فشار آورد. امروز وقتی آن رسیده است که بخیز از ملت عذرخواهی کن. تمام وکیلان اون زمان، جمعه‌بای رحمتویچ رئیس فراکسیا بود، چقدر پافشاری کرد، طرفدار همین قانون بود، طرفدار همین. من نمیدونم با چشم مردم مسجد و مردم خوجان چه نگاه میکنه اون کس، اما هر چی بود خیزیت از مردم عذرخواهی کنید. دوستی عزیزم سرباز، من طلب کردم در برآمدی پیشینم، حالا هم طلب میکنم که اصلا به پول کرده شود. این راه از پول ملت ساخته شده بود، از پول ملت خیتایی ها تعمیر کردن. یک گروه دزد آمد پول جمع کرده است و میلیاردها را به صورت حساب آفشور میگذراند. نرخ پاسپورت خارجی 200 سامانی نه. اصلا میدونید که یک پاسپورت خارجی تاجیکستان در آلمان همگی با نرخ $10 تمام می شود. اون سازشنامه رو وقتی که ما راتیفیکاسیون کردیم در پارلمان، من در اونجا هم گفتم که وقتی که نرخ $10 هست، بگذار شما هم $10 نه $15 بفروشید با مردم، در بالاش $5 دیگر مونید. $5 از هر یک پاسپورت برای شما بس است برای اون مفتخورانی که در وزارت نشسته بودید، اون وقت زیر رهبری دخترش بود. اما همون وقت نرخ پاسپورت 10 برابر بیشتر فروخته میشد. این روز نمیدونم حالا چند سوم است. باید که نرخ پاسپورت خارجی از $10 آمریکایی در تاجیکستان بالا نباشد و تمام دیگر پول جمع کنیایی که هست من طلب میکنم که اصلا بیکار کرده شود. بخصوص در این شب و روزی کرونا ویروس که تمام دنیا شهروندانش را از پرداخت آب و برق و راه و اندازها آزاد کرد. رحمانوف اگر باز هم میخوای با یک آبروی کمتر از قدرت بروی که قریب آمده است، باز هم در آخر کارت یک مردم را سبکی بده. اگر نه، بدان که جنایت ها بالای هم بیشتر خواهد شد. خب یکی از کارمندان فیسبوک پرسیده است سلام علیکم، خواهش از بردن نامم خودداری نماید چون که در کشوری ناامنی قرار دارم. سوال یک. خب خودداری کردیم. سوال یک چنین است: بعد برکناری حکومت قاسی و دیکتاتوری رحمان و روی کار آمدن یک حکومت مردم سالار و ملت دوست، برای ما تاجیکستانی ها چند سال لازم است که تاجیکستان را همچون یک دولت پیشرفته و مترقی در دنیا معرفی کنند؟ دوستی عزیزم، حکومت مردمی آینده باید در 100 روز اول کاریش در 100 روز و مردم گزارشش را پیشنهاد کند. ما نمیگیم که در 100 روز تاجیکستان را به یک دولت پیشرفته تبدیل دهد، نه، از کارهای اجرا کردهش گزارش بدهد تا اینکه ملت بداند که چیکار کرده است این حکومت، با پیشرفته است یا با عقب. در سال اول حکومتش باید که گزارش بدهد. اگر ملت دید که نه دیگر این حکومت بعدی هم به درد نمیخورد، ملت حق داشته باشد که این رو هم عوض کنه. چون نباید که ما رحمان رو گفتیم که خب 5 سال اول نه اون کار را آموخت، 5 سال دیگر نه تجربه گرفت، 10 سال دیگر نه شکمش سیر شد، بعضی همین دلیل رو می آوردن. ما نکنون کشور رو مدیریت کند. دیدیم که نه، یک آدمی مفتخور و دزد نه در 10 سال سیر می شده است، نه در 20 سال سیر می شده است، اشتیاقش باز بیشتر و کلانتر می شود و نه تجربه دولتداری را هم می آموخته است.
یک انسان کاردان در 100 روز اول معلوم شد. پاشینیان در 100 روز اول سروزیر ارمنستان گزارش داد و ملت احساس کرد که این آدم میتواند. ساکاشویلی، زلنسکی، تمام رهبران کشورها در 100 روز اول رهبریشون به ملتشون گزارش میدن. برای همین سال نگو دوست عزیزم گپ درباره روز و ماه میرود. سوال دوم، در آینده اگر حکومت جدید و مردمی روی کار آمد که انشاءالله حتما آمدنی است، من به این ایمانی کامل دارم برای کاهش دادن مهاجرت و بهبود مهاجرین تاجیک در کشورهای اروپای شرقی خصوصا روسیه پیمان ملی تاجیکستان چه بهبودی ها پیشنهاد نموده است. قبلا سپاس. دوستی عزیزم، یکی از هدفهای همه این نه تنها پیمان ملی، همه ملت باید این باشد که این ملت سرسان و سرگردان را از مهاجرت به وطن و پیش زن و فرزندانش برگردان. بله، کسانی که میخواهند در خارج کار کنند برای یک معاش بیشتر این حق را دارند، اما در داخل وطن باید برای آنها جای کار مهیا باشد، باید کارخانه ها کار کنند. نباید که این بیناهای بلند آشیانه نمیدونم بزرگترین چایخانه، بزرگترین بیبلیوتک، بزرگترین پرچم، بزرگترین ها ساخته شود. حتی در وقتی که ملت در مصیبت گرفتار است، اینا آمدن بینای سکه سابق را خراب کردن که یکی از شاهکارهای معماری زمان شوروی بود. یک بینای بسیار مستحکم است. این رو هم میخواهند با پول ملت که ساخته شده است باز با پول در وقتی به پولی ویران کنند، باز از پول ملت یگان بینای سمنتی و یگان آهنی دیگر میسازند. پیمان ملی تاجیکستان، حکومت مردمی وقتی که آمد اولش پیش ری تمام این خراجات ها را خواهد گرفت، همه این را روانه میکند برای ساختن کارخانه، برای ایجاد جای کار که مردم مهاجر در وطن خودش جای کار پیدا کند. اما اونهایی که مثلا برای آموختن تجربه، اینم خیلی خوب است. ترکیه امروزه را ترکای ساختن که در خارج کار کردن، مهاجر بودن، در آلمان، در اروپا، در جاهای دیگر. هندوستان را همین خیال، در انگلیس کار کردن، پاکستان را همین خیال. ما نباید از مهاجرین فقط بگیم که اینها مهاجرین ما فقط باید که در تهخانه ها کار کنن. نه، مهاجرین ما باید در ساحه های پیشرفته اقتصادیات و استحصالات در خارج کار کنن، اما مردم اساسی باید در داخل باشد. من باوری دارم که حکومت آینده برنامه را خواهد داشت که حداقل 50% مهاجرین کاری امروزه را به وطن در سال اول برخواهد گرداند. خب، یک نفر با نام سرگئی پتروویچ، البته نام مستعار است، گفته است سلام علیکم، آیا به نظر شما امروز ملت آماده انقلاب یا راهپیمایی بر ضد این رژیم شده است؟ من به همین سوال یکم از زود جواب میدم دوستی عزیزم. ملت به راهپیمایی و به یک قیام، به یک خیزش مردمی تیار شده ایستاده است، آماده شده ایستاده. من نمیگم که ملت امروز 100% تیار است، اما تیار شده ایستاده است. انشالله من فکر میکردم که این وقت طولانی تر است، اما دیده ایستادم که نه، خود رحمانوف با این جنایت‌هایش، با این اشتباه‌هایش روزی خیزش مردمی را، روزی اون آزادی را نزدیک کرده ایستاده است و اون روز انشالله که دیر نیست. وظیفه ما و شما هم این است که دو وظیفه داریم. یکی این روز رو باید بتزانیم هر چه زودتر، دوم اون روز مدیریت خوب شود که با کمترین خسارات و تلفات این با یک خیزش مردمی بدون خشونت و بدون تلفات انجام شود که انشالله همینطور هم خواهد شد. دوم سوال، برنامه‌های آینده شما در سال‌های نزدیک چطور عملی گشته ایستادند و برنامه‌های جدید دارید؟ بله دوستی عزیزم، من دیگر مفصل نمیگم، الکی گفتم. تا امروز خدا را شکر برنامه خوب رفته ایستادن. اصلا هیچ کس باور نمیکرد. بسیاری ها شک داشتن که پیمان ملی شکل میگیرد، بعضی گفتن که در 6 ماه تمام میشود، بعضی گفتن در یک سال اول. تمام کوشش را کردند ولی الحمدلله که پیمان ملی استوار باقی ماند، پیش رفته ایستاده است و امروز ملت هم آهسته آهسته دارد بیدار شده ایستاده است. من نمیگم که فقط در اطراف پیمان ملی، ملت در اطراف نیروهای سالم ملی جمع شده ایستاده است که امیدوارم پیمان ملی هم یکی از آنها باشد. برنامه آینده رو انشالله که در آینده باز خواهیم گفت و شرط نیست که همه آن در اینجا به طور واضح و روشن گفته شود، چون ببینید بعضی برنامه‌های هست که آن باید که گفته شود به مردم تا اینکه ملت بداند که کجا می‌روند، که این را ما گفته ایستادیم در مسائل اقتصادی و سیاسی و در آینده باز بیشتر خواهیم گفت. اما بعضی کارهای هست که دیگر اون ضرورت نیست که در همه جا گفته شود. اون مهم که اون قانونی باشد، به نفع ملت باشد و روز و ساعتش که رسید برادری عزیز انشالله خواهیم گفت.
خب سوال سومش به نظر شما بعد از اپیدمی در جهان ملت میتواند انقلاب کند؟ چون خانم نظری این رژیم خصوصا پرزیدنت کشور مردم رو با این حال رساند. دوستی عزیزم، این انقلاب میتواند در زمان کرونا ویروس شود، میتواند بعد از کرونا ویروس شود. نباید ما وقت تعیین کنیم. هر چیز وقت و ساعت دارد. اون که پخت رسید ان اون روز فرا خواهد رسید و اگر فرا رسید ما نباید بگیم که زمان کرونا ویروس است و باید پیش روی مردم گرفته شود. نه، اون ساعت که رسید فرق ندارد دیگر زمانی کرونا ویروس است، بعد از کرونا ویروس است، اون خودش ملت تصمیمش رو خودش خواهد گرفت. چهارم سوال، شما فکر کردید که مهاجرین در روسیه بوده که قشر آسیب پذیر امروزه تاجیکستان می باشند چی در داخل و خارج کشور جنبش تشکیل نماید؟ اتحاد اصلاحات خواه در تاجیکستان یا مثل همین سوال گذاشته است. دوستان گرامی، علاقه مهاجرین تاجیک در خارج، در روسیه، در هر دیگر لیدرهای خود را پیدا کرده ایستادند، علاقه تشکیل شده ایستادند. خدا رحمت کند برادری عزیزمون کرامت شریف را که در یک روزهای بسیار هم حساس و نازک و لازمی برای ملت شهید شد، از بین رفت. من حالا نمیدونم که جزئیات شهادتش چگونه است، آیا واقعا از مرگ طبیعی مرد، از کرونا ویروس شهید شد یا یک کاری برقصدانه بود. اما ملت امروز به نفرهای مثل کرامت شریفوف نیاز داشت. در گذشته هم نیاز داشت، امروز هم نیاز دارد و در آینده هم نیاز خواهد داشت و خیلی با تاسف گفت که جای این برادر همیشه خالی خواهد بود. اما جای او را همچون رهبری مهاجرین تاجیک حتما باور دارم که از داخل خود مهاجرین در روسیه بوده پر خواهند کرد. علاقه شکل گرفته ایستاده است. فقط یک خواهش دارم از کسانی که مسئولیت مهاجرین روسیه را به دوش خواهد گرفت، مثل برادر کرامت شریف بسیار صمیمی، بسیار آشکار و با جسارت عمل کنید. مردم را به بازیچه تبدیل ندهید. نشود که مردم اعتماد کنند بیایند اطراف چندین نفر جمع شوند، بعد در یک دو روز ببینیم که امروز با مردم بودند، بعد همه این را بیارند در سبد حکومت جا کنند. این خطر وجود دارد. بارها در تجربه دیاسپوراهای دیگر ملت‌ها این شده است که اول با شعارها، با رفتارهای بسیار خوب و جذاب بعضی‌ها میان دل مردم را کسب میکنن، جذب میکنن با خودشون در همین گونه شرایط دشوار و مردم آنها را همچون لیدر، همچون شخصیت اعتراف میکنند، در اطراف او جمع میشد. اما در اون لحظه حساس، در اون لحظه لازمی، این نفرها با یک موقع گیری، با یک چرخش تمام این آرزو و امید مردم را به باد میدهند و سیاست‌های دیگر رو پیش میگیرند. من امید دارم، باور دارم از این برادرانی که امروز در روسیه و در دیگر جاها مسئولیت مهاجرین رو به دوش دارید و کارهای خوبی انجام داده ایستادید، این امانت را به دوش خواهید گرفت که برادر شهید کرامت شریفوف به دوش یکایک شما گذاشته است و انشالله که همونطور رفتار خواهید کرد. اما هیچ ضرورت دیگر از طرف ما تشکیل کردن این گونه اتحادیه ها در روسیه و جاهای دیگر نیست. اونا خودشان میدونن، شخصیت دارن، لیدر دارن، شاید از ما بهتر این مسئله را بدونن و مستقلانه این کار را خواهند کرد. ما هم در خدمتشان هستیم انشاءالله. خب یک نفر دیگر با نام فرخ جان رحمت الله سوال داده است. سلام، درباره بازداشت دو روزه از طرف حکومت نسبت نزدیکان مخالفین چه گفتنی داره؟ چرا حکومت در این وضعیت دشوار با جایی که مشغول نجات ملت از این بیماری شود باز با همان تحقیر و فشار بالای خانواده‌های مخالفین میگردد؟ یا اینکه حالا هم به این نظرند و فکر میکنند که با فشار آوردن نزدیکانشان مخالفین از این راهی پیش گرفتهشان برمیگردند؟ دوستی عزیزم، این نشانه همون احمقی حکومت است که من در اول گفتم و این باز نشان میدهد که دیگر باید عوض شوند، چون حتی منفعت خودشون رو نمیدونن چه رسد به منفعت ملت. یک حکومت آگاه و منطقی حتی اگر ظالم و دیکتاتور هم باشد در همین شب و روز یک کمتر سبکتر میکرد، دل مردم رو میافت. ولی اینها آمدن باز هم فقط به خاطر آن که من پیشنهاد کردم که 10 پیشنهاد پیمان ملی را خواندم که باید حکومت این کارها را کند و باید یک مقدار صلاحیت‌ها و سروزیر داده شود که رئیس ستاد هم هست، اینها آمدن خش و تبار ما را باز میبرن به زندان، باز لط و کوب، باز فشار و آنها بعد علیه من گرد. اگر فکر کنند که با این راه پیش راه ما را، پیش راه انقلاب را خواهند گرفت، خطا کردند. نه تنها دیگر ما این مبارزه را سخت‌تر دوام خواهیم داد، بلکه همین مردم مظلوم که در داخل
دیگر جانشان به گلویشان رسیده است. همین ها پیش از ما انقلاب خواهند کرد و لجام شما را خواهند کشید. من به این باور دارم و انشالله در آینده نزدیک این رو خواهید دید. خب امیدوارم که سوال ها هم دیگر به تمام شده ایستادن. یک سوال آمده است: امروز شهروندان کشور از کرونا ویروس ماتم دارند، اما تلویزیون ها و رادیوی حکومتی همان با رقص و بازی ادامه میدهند یا ملت مشکل ندارد؟ من در یکی از صحبت های یک مثال زده بودم. در دهه های ما یک پرنده است به نام زرزلیچ، گفته بودم یک بار و باز تکرار میکنم که این پرنده یک خصوصیت دارد که تمام فصل تابستان را با همون حافظی و سرودخوانی در هوا میگذراند، بخصوص در روزهای گرمی، و بعد وقت دشواری و وقت زمستان میرود در لانه های دیگر پنهان میشود، از حساب دیگران میخورد. حکومت تاجیکستان دقیقاً رفتار همون زرزلیش رو میکند که از این طرف ملت مرده ایستاده است، از این طرف مردم مشکلات اقتصادی دارند. این در تلویزیون یا رقص و بازی نشان میدهد یا درباره فلاکت ها و هلاکت ها و آبخیزی های امریکا و آفریقا و نمیدونم اروپا و جاهای دیگر. گویا در تمام دنیا مصیبت است، مردم از آبخیزی مرده ایستادن، از کرونا ویروس مرده ایستادن. در تاجیکستان همه چیز شکوفان هست، در تاجیکستان آبخیزی نیست. مردم خراسان به داد نآمدن، اعتراض نکرده ایستادن. این اعتراض مردم خودش رو نشان نمیدهد. اعتراض مردم آفریقا و امریکا رو نشان میدهد، اما اعتراض مردم خراسان رو نشان نمیدهد. از کرونا ویروس گپ نمیزنند، از اون قبرهای پیشینه و نوکندهشون رو نشان نمیدهد. رقص و بازی، وقتی من نمیگم که رقص و بازی نباشه در تلویزیون. مردم وقتی که مصیبت دارد، در مصیبت مردم رقص و بازی کردن این توف کردن به مردم است. یک بار به همسایگان توف کردید بس. مردم ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان مصیبت داشت، ما رقص و بازی داشتید. ملت خودمان مصیبت داشت. در همون شب و روز الکی مردم سوخت، مردم شهر خوجند داشت میمرد از کرونا ویروس در بیمارستان ها. پرزیدنت رحمانوف با اطرافیانش رقص و بازی کردن، همون اطرافیانی که بعد اکثریتش از رئیس پارلمان شروع کرده تا پروکورور گنرالی و همشون گرفتار شدن. امروز در این مصیبت های ملت باز دارد رقص و بازی میکنن. این حرف شما دوستی عزیزم باز یک بار دیگر همون دلیل های مرا قوی میکند که چرا باید این حکومت هر چه زودتر عوض کرده شود، به خصوص خود رحمانوف. تا امروز یگان بار شده است که رحمان برای وفات شهروندان خود در حادثه‌های مختلف مثل سیل زمین جنبی و امروز کرونا ویروس تسلیت گفته است. من تا به حال ندیدم رحمانوف اگر در ونزوئلا، در شریلانکا یک نفر دو نفر اگر که به یگان حادثه وفات کند تسلیت بیان میکند، برکه تعزیت میفرستد. یگان مراتبه نشده است که حالا ندیدم که به مردم خراسان برای اون وفات اون شهروند تسلیت بیان کرده باشد. ندیدم که برای مردم شهر خوجند، برای بدخشان، برای کلاب که مرده ایستادن، پروفسورها، گنرالها، حتی نفرانی کمند خودش مرده ایستاده است، به یک خانواده هم تسلیت و تعزیت بیان نمیکنند. من باور دارم که اگر تمامی ملت از بین برود، او فکر میکند که همه باید رقص و بازی کنند، شادی کنند، چون که نیاز به تسلیت نیست، یا اون کاری نشده است، یا اون مصیبتی نشده است. خب دیگر این رحمانوف است. رحمانوف است که ما خودمان متاسفانه او را ساختیم. از کی باید گله کنیم؟ دوستان عزیز، هر کدام ما، من هم، حتی من هم، در آنه که رحمانوف به همین درجه رسید مسئول هستیم. اکنون وقتی آن رسیده است که باید با برکنار کردن رحمانوف این مسئولیت خود را، این کمبودی خود را جبران کنیم. رحمانوف را مثل یک پفکی که خالی از درونش ولی همه دم میکنن، پوف میکنن. ما به اون حد پوف کردیم، دم کردیم که نهایت با یک سوزن خورد از طرف کرونا ویروس یا از طرف پروردگار او کفید. هر کسی آمد به شکل خود، به مقدار خود این پفک رو پوف کرد. یک نفر آمد اول او را جناب عالی عنوان داد. همه گفتیم جناب عالی. البته باید بگم که من در حیاتم، در وقتی دپوتاتی هم، در صحبت روبرو با رحمانوف هم، در شورای جمعیتی هم رحمانوف رو جناب عالی نگفتم، همیشه جناب پرزیدنت گفتم. هیچ وقت یک سببی که رحمانوف شخصا بدبینی دارد و نفرت دارد نسبت من، برای آنکه حتی به من وقتی که در پارلمان گفتن که اقلا یک بار جناب عالی بگو خفه میشد، گفتم که عنوان جناب عالی عنوان غیر کنستیتوشنی هست، عنوان برای جمهوری زیبنده نیست. برای بالاترین مقام منصب در تاجیکستان این پرزیدنت هست، از این بالاتر نیست.
پرزیدنت است، من جناب پرزیدنت میگم. ولی همه آمدن جناب عالی پوف کردن، شاعر پوف کرد، نویسنده پوف کرد، ادیب پوف کرد، ژورنالیست پوف کرد و اعضای حزبش همه زیایی مردم آمدن، پیر و کمپیر همه آمدن شعر سرودن. آهسته آهسته به اون حد پوف کردن که این پوفک دم کرد، روز به روز از جناب عالی رفت به اساسگذاری صلح و وحدت، باز پوف کردن، باز رفت پیشوای ملت و اون قدر پوف کردن که نجات دهنده سیاره شد. ببینید پرزیدنت های قوی ترین کشورهای دنیا اساسگذاری صلح و وحدت، پیشوای ملتشون یا نجات دهنده سیاره نیستند. خیتای 1.5 میلیارد اهالی دارد، هند 1.5 میلیارد اهالی دارد، بزرگترین کشورها، امریکا تریلیون دلار بودجه دارد، ژاپن، آلمان، اینها پرزیدنت های عادی هستند، مردمشون میگن جناب پرزیدنت. ما اینقدر این بنده خدای بیچاره را پوف کردیم که کفید با یک نوک سوزن امروز آمد تمام از بین رفت. هرچند حالا هم بعضی تلاش کرده ایستادن که پوف کنند، اما پوف آنها مانند همون است که شما یک پوفکی کفیده رو پوف کنید. دوستانی عزیز، طرفداران رحمانوف، ببینید باز میگه شما پوفک رو که کفی دست بگیرید هر چقدر با نساس هم پوف کنید اون دیگه دم نمیشه. رحمانوف شما اون پوفک کفیده است، شما خودتون رو کفوندید، باید که کمتر پوف میکردید که اون در یک حجمی محدودتر می ایستاد. امروز با اون حد پوف کردیم که دیگر سیاره نگنجان، دنیا نگنجان، کفیده است، دیگر جمع و گیرش کرده نمیتوانیم. اکنون وقتی اون رسیده است که یک نفر را سری قدرت بیاریم با یک کمانده که دیگر او پیشوا نباشد، اساسگذاری هیچ چیز نباشد، او پرزیدنت باشد با یک حکومتی که 5 سال کار میکنن، اگر خوب کار کردن 5 سال، اگر نه در دوام 2 سال 3 سال ملت بگید به تو جواب یک کس دیگر رو بیارد. در اون صورت ما و شما نجات خواهیم یافت. برای همین دوستان عزیز فقط عیب رحمانوف نیست، عیب هممون هست. وقتی اون رسیده است که دیگر این مشکل رو، این کمبودی خود رو اصلاح کنیم که ان شاء الله خواهیم کرد. خب یک برادر دیگر سوال داده است، ان شاء الله سوال آخرین است. سلام علیکم، یک بلا کن که در این عذاب میموریم. خب دوستی عزیزم، دیگر از خداوند دعا کنیم و تکیه به نیروی خدا ممکنه، ما هم در خدمت هستیم. از دست من به تنهایی هیچ چیز نمیاد، هیچ کس نجات دهنده کسی نیست، نجات هر کس در دست خودش است، در تلاش خودش هست. خداوند هم در قرآن مجید میگوید که استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حتی پروردگار هم خودش میگوید که خداوند هیچ کسی را تغییر نمیدهد، هیچ قومی را تقدیرش را، مگر اینکه خودش تقدیرش را تغییر بدهد. حالا چی رسد به من بنده عاصی که خب از دست من همون میاد که شما را مشورت بدم، با شما همکاری کنم، ان شاء الله اگر با هم باشیم دست جمعانه به یک نتیجه خواهیم رسید. السلام علیکم و رحمت الله. خواهش از بردن نامم خودداری نمایید که در جای دشواری هستم. و فکرم این سوال رو اگر تکرار نباشه من جواب دادم. بعدی برکناری حکومت رقاصی دکتر رحمانوف که روی کار آمدن یک حکومت مردم سالار تاجیکستان ها چند سال لازم است که تاجیکستان رو همچنین داد. بله من این سوال رو الکی جواب دادم، مثل که تکراری برادران فرستادن. خب دوستان عزیز، تشکر زیاد با اون صبر و تحملی که در این روزهای رمضانی کردید و اینک تقریبا 2 ساعت می شود، 1 ساعت و 45 دقیقه ما صحبت کرده شدیم با شما. چون ضرور بود، لازم بود، منم تصمیم گرفتم که به همه سوالهای شما که تا این لحظه وارد شده است جواب بگویم. مسئله خیلی مسئله مهم است. برکنار کردن یک دیکتاتوری که 28 سال 29 سال در سر قدرت بود، تمامی بایگری ملت در دستش است، تمامی قدرت نظامی در اختیار خودش و خانواده هست، اینقدر چاپلوس و خوشامدگو و اینقدر مفتخور را تیار کرده است. من معذرت میخوام از کسانی که مجبور هستند در حکومت کار کنند. این حرف من به کسانی داخل دارد که دانسته و آگاهانه او را پشتیبانی میکنند و در خدمت این ظالم و دیکتاتور هستند. این برای یک ملتی که جز خداوند و جز خودش کسی چیز دیگر ندارد، جز نیروی خودش، کاری آسان است. اما برادران عزیز، خواهران محترم، مطمئن باشید که این کار شدنی است و حتما می شود. من باز تکرار میکنم، مکانیزم اجراییشش رو الان نخواهم گفت، در مشورت با ملت و با مردم خواهیم گفت، اما اون روز دیر نیست
و باید تمام سعی و کوشش خود را به آن خرج دهیم که اون روز را نزدیکتر کنیم و ما در پیمان ملی تاجیکستان در خدمت یکایک شما برادران و خواهران عزیز هستیم. هر وقتی که لازم میدونید به ما پیام بفرستید. هر کسی که آماده گفتگو و مشورت است میدونید چگونه به ما پیام بفرستید. ما در خدمت شما هستیم. ما خودمان به شما مراجعت خواهیم کرد، به تک تک شما، به یکایک شما ان مهم این که ما این مرحله دشوار را و این مرحله تقدیرساز را در یک جایگی پسی سر کنیم، تقدیر ملت را به دست خود ملت بسپاریم و امیدوارم که انشاءالله یک آینده بسیار خوب و درخشان ملت و کشور ما را انتظار هست. خداوند یکایک شما را و ملت و کشور عزیز ما را در پناهش نگاه بدارد تا صحبت‌های بعدی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.